برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام عرض می کنم به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی ما. خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. برنامه‌ای که دیدگاه ها در اینجا بررسی می شوند. برنامه‌ای که در اینجا سراول دیدگاه های ما گفته می شود و به سمع شما و مسئولین رسانیده می شود. اینجا در این برنامه ما کوشش میکنیم که با کمبودی ها اشاره شود و طلب اصلاحات باشد. تماشابینان عزیز و گرامی، کسانی که عین حال با ما پیوستید، از یکایی که شما خواهش میکنم به ما کمک کنید. لینک نوار را به دیگران، به دوستانتان فرستید، به پیوندانتان فرستید، توسط تلگرام، توسط واتساپ، توسط ایما، با آنهایی که باور میکنید، با آنهایی که دلتان به آنها میسوزد و میخواهید آنها هم از حقیقت بدانند، از واقعیت باخبر شوند و بیدار شوند و بدانند که نان دهان آنها از جانب کیها ربوده می شود. بدانند که به گوش آنها کیها اگرا آویزان می کند و بدانند که کیها آنها را به بزک نمورهای خود باور کنانیده ایستاده است و بدانند که آینده فرزندانشان، آینده نیک خودشان، نسل آیندهشان، نویر چویرشان را کیها به دوزخ تبدیل داده ایستاده اند. انا برای همین هم یکی من و شما را ضرور است که در همین کار، در بیدار کردن ملت، در اینکه از کیسه اش کیها دارایی هایش را ربوده می روند، با خبر شدن ملت سهم گذاشته باشیم. باید این گونه برنامه هایی که در آنجا واقعیت گفته می شود، حقیقت گفته می شود و از عدالت گفته می شود، تلاش عدالت کرده می شود، باید ما کوشش کنیم، غیرت کنیم که دیگران نیز با خبر باشند و این برنامه را دیگران نیز تماشا کنند، نه تنها فقط من و شما. برای همین کسانی که با ما می پیوندید، از یکایی که شما خواهش ما این است که سر اول پیش از همه لینکی برنامه را به دیگران، به دوستانتان، به پیوندانتان، به خویش و تبارتان، به هر کسی که می خواهید که او یک قدم پیش برود، یک قدم از حقیقت داند و از حقیقت تلاش کند، لینک برنامه را به او بفرستید. این کویر کد کانال یوتیوبی ما است. شما می توانید به دوستانتان کویر کد را بفرستانید و اینجا در منمی کویر کد است، منمی کویر کد است. برای کسانی که در سمارت فونتون پریلیژنی کویر کد دارید، برابر اشاره کردن به همین الکی لینکی کانال یوتیوبی ما در تلفنتون پیدا می شود. شما می توانید که بعد دوستانتون این را بفرستید. تماشابینان عزیز، به هر حال برنامه امروزه رو سر میکنیم. از موضوع برنامه امروزه یکایی شما با خبر هستید و میدونید که برنامه امروزه ما چی است. موضوع برنامه امروزه ما این بود نبودهای حکومتداران، بود نبودهای وزیران، رئیسان خدمات ها، رئیسان کمیته ها، رئیسان ناحیه ها و عموما منصبداران که یکیش بود میگوید، یکیش نبود میگوید، یکیش یک رقم را به زبان میبرد، دیگرش اون رقم را رد میکند، یکیش یک رقم را پنهان میدارد، دیگرش میگوید ناخودآگاه او رقم را آشکار میکند و با همین بود نبودگویان
به گوشی من و شما اگرا آویزون کرده اینها حکومت داری کرده ایستادند و امروز ما از ولوله ها از همهمه هایی که در حکومت داران ما هست میگویند ما پیش رفته ایستادیم، میگویند ما رشد کرده ایستادیم، میگویند تاجیکستان خیلی ترقی کرده ایستاده است و هاکذاها و هر گونه آمارهایی برای ما پیشنهاد میکنند. امروز ما کوشش میکنیم که این بدانیم که این آمارها تا چه حد واقعیت خود را دارد. ما به هر کوچه سر نمیخلیم، به هر یک وزارت سر نمیخلیم. برای این شاید امکاناتی ما دست ندهد، شاید ما به این وقت یافته نتوانیم، لیکن یک یا دو وزارت را امروز بررسی میکنیم و از همین جا خواهیم دانست که یک دو وزارتی که شب و روز ما با او سر کار داریم. مثلا گریم شرکت برق تاجیک، یا مثلا گریم مسئله راه که ما بدون راه یک روز هم بوده نمیتونیم، باید از راه با خبر باشیم، باید راه برویم، ماشین های ما باید راه برود، نقلیات های ما. و ما از مثلا از شرکت که برق تاجیک دایم باید از خدمت رسانیش استفاده کنیم، یعنی بی برق بوده نمیتونیم. مثال حالا تماشابینان عزیز بیایید با هم در این مسئله صحبت میکنیم. نگاه کنید. همین 2 هفته اخیر تقریبا تمام نهادهای دولتی، وزارت ها، کمیته ها، خدمات ها نشست های مطبوعاتی برگزار کردن. این نشست های مطبوعاتی در 6 ماه یک مرتبه برگزار می شود. در 6 ماه یک مرتبه برگزار می شود. یعنی وزیر کبیرش در 6 ماه یک مرتبه با روزنامه‌نگاران روبرو می شوند و گزارش می دهند که چیکار کردند، وزارتشان به چی کارها آواره است، نهادشان چی کارها را انجام داده است، چی کارها را انجام نداده است، چی پیشروی ها دارد، چی پیشروی ها ندارد. اینها در 6 ماه یک مرتبه گزارش میدهند، نشست مطبوعاتی برپا میکنند. اما همین که به نشست مطبوعاتی حاضر شدن کوشش میکنند که یک ورقای درودراز چاپ کرده میبیارند، کاتبشان تیار کردگی است، زیردستانشان تیار کردگی است. همین مثلا گریم 1 ساعت برای نشست مطبوعاتی، برای پریس کانفرانس اگر جدا شدگی باشد، اینها کوشش میکنند که 45 دقیقه اش را همین ورقها را بخوانند در 45 دقیقه و 15 دقیقه وقت میدهند تقریبا به سوال روزنامه‌نگاران. اونجا مثلا 15 تا رسانه نشسته باشد، اگر یک مونیتی گپ زند 15 تا برای سوال دادن یک مونیتی لازم است، 1 دقیقه تمام. اما یکیش خیزه 2-3 دقیقه گپ زند با آخرش نوبت نمیرسد. همین طور با در اینجا جواب دادن وزیر هم هست به هر یک سوال. همین یک سوال دادی قصه میکند، نقل میکند، مادرش میگوید، دادرش میگوید، خواهرش میگوید، نقل میکند، میرود بلوتوزش میگوید، بلوتوزی سمارت فونش نقل میکند. با همین میبینی که تمام سوال جواب نشده است، نشست مطبوعاتی به آخر رسیده است. اما به هر حال وقتی که آنها معلومات میدهند و کوشش میکنند که همین سوال های پرووکاسیونی کمتر شود و گپ خودشان زیادتر شود. اما به هر حال وقتی که آنها به گپ میدرویند بسیار سیرها فاش میشود، بسیار واقعیت ها کشف میشوند. آنها رقم میگویند، ما فلان قدر حاصل به دست آوردیم، فلان قدر صادرات کردیم، فلان قدر واردات کردیم. گفتم میگیرن همینجا از همینجا. فکر میکنن که این چند تا اینجا روزنامه‌نگارش نشستگی آماره چی میدوند و اقتصاد چی میدوند و اینها همین یک گپ میگیم مینویسد. ما میتیاد این مردمی ما کورسواد باشد، ندوند، نفهمد که در دنیا چی میگذرد. همین آبلای کنیم مخیدار.
یک رقم میگیم خلاص دیه. اما وقتی که این رقم ها گفته می شود چقدر اسیرها فاش می شوند. ببینید در همین نشست های مطبوعاتی که دایر شدن یک کمدی های به میان آمد که به هیچ گفتار راست نمی بیاید. مثلا گریم خودی همین باندیت بودنی امام علی رحمان هم آشکار شد. رئیس جمهور به یک چی میگوید فرمتی باندیتیزم مناسبت میکند با زیر دستانش. نگاه کنید. حالا من گویم که آمارها در تاجیکستان دروغ هستند، آمارهای دروغ داده میشوند، مردم را فریب کرده میشوند، مردم اینجا پیشرفتگی هستیم، اینجا گلگل شکفتگی هستیم، اینجا این خیل شدگی است، فلان میلیون تن کارتوشکا گرفتیم، فلان میلیون تن پخته گرفتیم، فلان قدر کردیم، فلان گندم گرفتیم و هاکذا کردیم، خودکفا شدیم و هاکذا های دیگر. ما میگیم که این دروغ است. دروغ دروغ دروغ. اما میگن که نه، شما پیشرفت کشور دیدن نمیخواهید و چشمی دیدن به پیشرفت کشور ندارید، شما همه را دروغ میپندارید. چند سال باز در تاجیکستان نبودید، این بین، این گلگشت بین، این آبادی بین، این زیبایی بین. واقعا درست میگن، امور درست میگن. اما نگاه کنید، همین روز رهبری اگنتی امور نزد جمهوری تاجیکستان حسنزاده گلناره، یک خانم خوشرو، در حقیقت بودن آمارهای دروغ، حساب کتابهای دروغ و اضافه نویسی اعتراف کرد. گفت که واقعا آمارهای دروغ هستند، وزارت ها، کمیته ها، خدمات ها آمارهای بر دروغ میدهند، اضافه نویسی رو به ما میفرستند. در واقع که این واقعا مایه نگرانی هست. واقعا گلناره حسنزاده از این رقم های دروغ، آمارهای بر دروغ اظهار نگرانی کرد. حسنزاده در همین نشست مطبوعاتی که همین صبح همین روز در دوشنبه برگزار شد گفت که حالتهای نادرست و اضافه نوشتن، همزمان سر وقت نسپاریدن آمار یعنی گزارش به نظر میرسد و نسبت آنها چاره های ضروری اندیشیده شده، از جمله جریمه بندی کرده می شود. یک رقم پیشنهاد کرد، گفت که 1 میلیون تن کارتوشکا گرفتیم. مردم خاطرش جمع شد، گفت که خیر کشور، وزارت کشاورزی 1 میلیون تن کارتوشکا گرفتگی باشد خاطر جمع، هیچ نه کارتوشکا خورده زمستان را بهار میکنیم. اما میبینیم که دروغ بوده است. 1 میلیون تن نه 200,000 تن هم کارتوشکا گرفتگی نیستند. با امیدی کارتوشکاهای پاکستان، با امیدی کارتوشکاهای ازبکستان، اینها میگویند خیر میبریم همه چیز در دست خودمون وارد میکنیم، من اینا خودمون کاریده گرفتیم میگیم. همین خیلی میکردن. در بازار میروی کارتوشکا فروش، کارتوشکای پاکستان ده بیا، کارتوشکای پاکستان ده بیا، کارتوشکای ازبکستان ده بیا میگوید. اینها میگویند ما 1 میلیون تن کارتوشکا گرفتیم. حالا ببینید، به گفته گلنوره حسنزاده در دوره حسابات 492 نفر کارمندان مقامات گوناگون با دست داشتن به چنین کارها آشکار شدند، یعنی دروغ گزارش دادگی هستند. نسبت آنها جریمه بسته شدگی است. 227,000 سومانی، همین هم مبلغ شد. آخر یک تشه 227,000 سومانی جریمه میکردی، بعد میفهمید چگونه امور دادن را رفته میآموخت. از دروغ گفتن پرهیز میکرد. اما اگر اپای گلنوره حسنزاده اپجان ما هم اگر اقرار نمیشد، ما با مقایسه سخنان یک وزیر به وزیر دیگر، یک رئیس خدمات به رئیس خدمات دیگر، ما حقیقت و واقعیت را افشا میکردیم. بله، هیچ مشکلی نداشت، افشا میکردیم. هر سال کرده ایستاده. نگاه کنید، یک کمی رو برای شما بگویم.
رئیس سابق ناحیه ورزاب، حالا از کار خالی شده است، از وظیفه خالی شده است، محمد الله شیرالی زاده نشست مطبوعاتی برپا کرد هفته گذشته و گفت که در ناحیه ورزاب از 15 کارخانه صنعتی استحصالی 13 تاش تماما کار نمیکند، از کار ماندگی هستند، تمام 2 تاش کار میکند، خلاص. از 15 کارخانه استحصالی 13 تاش تمام کارنشایم، یگان همش درش بسته کار نمیکند. در نشست مطبوعاتیش در این باره گپ زد. بعد چی شد؟ خودی همین روز امامعلی رحمان جلسه حکومتی داشت، یعنی جلسه حکومت با وزیران داشت. در اونجا در مجلس حکومت امامعلی رحمان ادعا کرد که با وجود مشکلات حاضره جهان معاصر در نتیجه عملی سازی تدبیرهای سری وقتی ضد بحرانی حکومت رشد اقتصاد ملی در مجموع در سطح 7.4% تامین گردیده، حجم مجموعی محصولات داخلی به 46.2 میلیارد سامانی برابر شد. واهمه را بینید. اینجا گفته ایستاده است که کارخانه ها در ناحیه ها کار نمیکنند، رئیس ناحیه آخر میدونه دیده ایستاده است که کار نکرده ایستاده است. در اونجا در همین کرسی نرم تکیه زدگی امامعلی رحمان گفته ایستاده است که ما پیش رفته ایستاده، بود نبود بودگار بود خونده ایستاده است امامعلی رحمان، در حالی که زیر دستش در اینجا همه سیرهاش فاش کرده ایستاده است. همون در حالی که در دوشنبه امامعلی رحمان لاف و گزافش گوش فلک را کار کرده ایستاده است، محمد الله شیرالی زاده خبر می‌دهد که درآمد بودجه از حساب استحصال محصولات صنعتی نسبت سال گذشته 14 میلیون 700 سامانی کمتر است. یعنی عقب رفتگی در سال 2022 نسبت به سال 2021 و همگی 23.3% را تشکیل میکند گفته است محمد الله شیرالی زاده. اکنون در این گپ در ورزاب گفته ایستاده است محمد الله شیرالی زاده، امامعلی رحمان در دوشنبه در همین حالت چی گفته ایستاده است؟ رشد اقتصاد ملی از حساب افزایش استحصال محصولات صنعتی 17.3%، کشاورزی 7.2%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 2.5%، بارکشانی 18.7%، خدمت رسانی پلکی 12.8%، مسافرکشانی 11.1% و گردش سودای داخلی 8.6% تامین گردید. در اینجا رئیس ناحیه خیلی گفته ایستاده است او در اونجا امورها را بردگی. من گلناره حسنزاده گفت که امورها بر دروغ میگویند. این رئیس جمهوری ما اقلا یک کمیسیه تشکیل نمی کند که بسنجند که امورهایی که تا به دست رئیس جمهور آمده رسیدگیان تا چه حد درست است و تا چه حد نادرست که شرمنده جهان نشود. نه این همین به دستش دادن کودن برآمده خوندن میگیرد تا بکردم. اکنون وقتی که این از این خیلی رشد گپ زد و رئیس ناحیه همه سرها رو فاش کرد، بیچاره حالش چی میشه حالا سنتر میگم. حالا ببینید خیر مالش با یک ناحیه همه ناحیه رو وزن کرده نمیشود، درست است، اما وقتی که امامعلی رحمان لاف رشد میزند میگوید که ما رشد کرده ایستاده ایم، پیشرفت کرده ایستاده ایم، ترقی کرده ایستاده ایم، در یک ناحیه وقتی که واقعیت گفته می شود میفهمی که گپ در کجا است.
اکنون شما نگاه کنید این بیچاره رئیس سابق ناحیه ورزاب با همین رسالت رئیسیش به آخر رسید. در حال فرمانش را رئیس جمهور امام علی رحمان برآورد. خودی همان روز بیچاره محمد الله شیرعلی زاده از وظیفه برکنار شد. از وظیفه این بیچاره محمد الله شیرعلی زاده برکنار شد. تمام. برای چی؟ برای اون که امام علی رحمان را این دروغگو کرد. اینه که خودش به چشمش دیده ایستاده از کارخانه ها کار نکرده ایستادن، از کار باز موندگی هستند، از 15 کارخانه فقط 2 تاش نیمرم کار میکند. خلاص اونجا او کودن کلان دروغ گفته ایستاده است. با بجای این که از ملت عذرخواهی کند، باز یک کمیسی دیگر جمع کند و بگوید که وقتی که یک رئیس ناحیه گفته ایستاده است که از 15 کارخانه فقط 2 تاش کارو میکند، 13 تاش کارو نمیکند، این امورها شاید واقعیت نداشتگی باشند، باید سنجیده شوند. گفته یک کمیس بر جای اون که جمع کند این مرا دروغگو کرد. گفته چیکار میکند؟ رئیس ناحیه را از وظیفه‌اش برکنار میکند. بیچاره با همین رسالتی، با یک حقگوییش، رسالت محمد الله شیرعلی زاده سابق رئیس ناحیه ورزاب به اتمام میرسد. اکنون دیدید چه خیلی مقایسه میشود، چه خیلی سرها آشکار میشود، چه خیلی رشدهای روی کاغذی افشا میشوند. دیده ایستاده تماشابینان عزیز؟ یک حالتی که در تاجیکستان داریم همین است که ما روبرو در روز روشن فریب میخوریم، فریب کرده میشویم، به گوشمان اگرا آویزان کرده میشود، از کیسه امان دارایی هایمان ربوده میشود، لیکن ما چی؟ پروای فلک نداریم. هیچ پروا نداریم که دارایی های ما ربوده شده ایستادن و ما با امورهای بردروغ فریب خورده ایستاده. بیاید اکنون برق تاجیک گم میزنیم. 4 روز پیش 1 اوگوست قرضدارترین و ضرر آورترین شرکت در جهان گفتم، من واهمه نکرده ایستادم. شما در روی دنیا یگان شرکتی را نمیابید که در روی دنیا فقط برق تاجیک، بغیر از برق تاجیک در دنیا شما یگان شرکتی را نمیدانید و نمیابید که در طول فعالیتش یگان تین فایده ندیده باشد. همین خیلی شرکت وجود داشتنش ممکن است؟ یعنی شرکت برای چی میکشویی؟ شرکت برای چی تأسیس می شود؟ برای فایده به دست آوردن؟ بله. اما شرکت برق تاجیک نه، رسالتش فقط قرضدار شدن است. یگان سال در همین 30 سال استقلالیت در بعد تأسیسش همین شرکت برق تاجیک یگان تین فایده دیدم نگفته است. میلیارد ضرر قرضدار. یعنی در دنیا این خلق شرکت وجود ندارد که در بود عمرش فقط قرضدار باشد. با وجود چی این شرکت برق تاجیک زردالو استحصال نمی کند یا ماهی پرور نیست که مثلا گریم از حوض یا از کول گرفته تا به بازار بردنش مبادا یخدان ماشین ویران شود، ماهی از بین برود، پوسیده رود. این برق تیار آماده رو در مابین پسردنیک میانه روست از این میگرد به مردم میدید، به استفاده برنده میدید. یعنی به مردم میدید، به شرکت ها میدهد، به کشورها میدهد، در بین میانه روست. فقط پول گرفتن نمیداند. خلاص همین شرکت قرضدار.
انا برای همین گفتم که قرضدارترین و ضررآورترین شرکت در جهان در مقایسه با مجموع محصولات داخلی کشور، انا همین شرکت خواستمی نخواستمی یا شاید قصدن باشد یک سیر دولتی رو فاش کرد. سیر دولتی نه، سیری اویلوی رو، سیری اویلوی رقم یک رو، رقم یکی تاجیکستان رو، این اقترش اویلوی رئیس جمهور. خب رهبر این شرکت مناپولیست، حالا قرضدارترین گفتم، ضرر آورترین گفتم، انکون مناپولیستم. برای چی گفتم؟ بغیر از شرکت برق تاجیک دیگه برق فروش نیست در تاجیکستان. برق روغون هم همین میفروشد، برق سنگ توده یک هم همین میفروشد، برق سنگ توده دوی هم همین میفروشد، برق نورک هم همین میفروشد. چندین با گسچه ها رو یعنی نیروگاهچه ها رو برقایش رو همین میفروشد. مرکزی برق و گرمیدهی رقم یک، مرکزی برق و گرمیدهی رقم دو در دست همین شرکت برق تاجیک است. حالا گپ درباره همین میرود. محمد عمر اساس‌زاده رهبر شرکت خالدینگی سهامی کشاده برق تاجیک، محمد عمر اساس‌زاده خبر داد که برای عبور ماشین هایش از راه دوشنبه چناق به شرکت ایرس، شرکت ایرس کدوم شرکت؟ همون شرکتی که شرکت پولچینک، شرکتی که پول میچیند کو از همین خوجند بسم الله نه از مسجد بسم الله گفته برآمدی پولتی رو سر میکنی تا همین تو رفته به دوشنبه وارد شدنت از شمال کشور به جنوب در راه به هر یک شهرک وارد میشویم، پول میدهی، میبروی پول میدهی، در مبینش پول میدهی. همین خیلی 14-15 همین خیلی ترمینال ها هستن، پول میچینن به ماشین برکش بیشتر با ترازو ها دارن، به ترازو ها پول میدی. همین خیلی به این شرکت پولچینک، همین شرکت برق تاجیک تنها در 6 ماهی همین اول سال از ماه ینور تا آخری ایول تا آخری ایون، در 6 ماه تا آخری ایون ببخشید 29 میلیون سومانی پرداخت کردگی است. دقت ده تماشابینان عزیز، این خیلی دردآور است. 29 میلیون سومانی شرکت برق تاجیک پرداخت کردگی است. باور کنید یک زنی که در دهات زندگی میکند به پامپرس بچهش پول ندارد، پول همین پامپرس بچه‌ای انا همون زنی که در دهات دوردست زندگی میکردگی را اینها گرفته به ایرس دادگی هستند. انا همین پول از کیسه شما هست. وقتی که شما پگاهی روزی میخیزید میبینید که در خانه برنج نیست، روغن نیست، در کیسه پول نیست که 1 لیتر روغن خرید یا نیم کیلو برنج خرید، انا همین پول شما به ایرس پرداخت کرده شده است. انا همین پول شما به ایرس پرداخت کرده شده است. این خیلی دردآور است. با این ایرس کی هستین؟ کی است؟ انداز نمیسپارد. یک، درآمدش در کشور نمیماند. دو، درآمدش به آفشور میرود، به خارج کشور.
به خارج کشور فرستاده می شود درآمدش. هیچ کس حق ندارد درآمد این شرکت را بپرسد. حالا چند سال شد صاحبش معلوم نیست، رئیسش که هیچ کس نمیداند. یعنی انا همین جنابشون بسری یک راهی که مردم قرضدار است، مردم قرضدار شده، از خطای ساخته است، از بودجه‌اش، از اندازش ساخته است، به خطای قرضدار شده ساخته است. این جناب گرفتن پولکی کردگی هستن، سال 100 میلیون دلار از همین راه خودش درآمد میگیرن، درآمد مفت. و باز از شرکتی که 3.5 میلیارد دلار قرضدار است، یک شرکتی که باید از شمال کشور انگشت برد، از شمال کشور باید انگشت برد به پایتخت و مرکز برق و گرمایدهی را به کار درآورد و مردم را به برق و گرمی تامین کند. این شرکت در مابین ایستاده 29 میلیون سومانی این را میزند. 29 میلیون سومانی، این تقریبا یک کمتر از 3 میلیون دلار است. 3 میلیون دلار، 3 میلیون دلار که زده شد هم تو میماند میبرد تاجیک. آخر این از حساب مردم بالای نرخ اضافه می شود، از حساب مردم داده می شود، مگر نه؟ آخر کی از این ایرس یک بار معلوم کنیتم نوعی از این سگ به صاحب فهمیم این کی است، این چی است، این نامش چی است؟ نه، ملت نمیداند که پولی دادگیش به کجا صرف شده ایستاده است. بر عوض این خودش که خودش باز یک شرکتی ابگار قرضدار را اقلا یک امتیاز نمیدهند که اقلا همین شرکت که دولتی است، مردم را به برق و گرمی تامین میکند، با یک امتیاز بیپول گذشته رود. گاستینیتسه های شما، مهمانخانه های عائله، حسن اسدالله مهمانخانه ساخته ایستاده است، اینش مهمانخانه، ویش مهمانخانه ساخته ایستاده است، اینش این از انداز آزاد، از باج گمرکی آزاد. ها همین خیل است یا نه؟ همین خیل. برای آن که به ساختمانی مهمانخانه گفته از خارج اشیای خام را بدون باج گمرکی وارد کنند، یک ساخته میرن مهمانخانه را، یکی خودشان آتش میزنند. مهمانخانه قریب ساختمانش به اتمام رسیدگی میسوزد، با اینها از نو سر میکنند، با بدون باج گمرکی، باج خراج، باز اشیای خام را به تاجیکستان در آورده، یک قسم کمترش را به مهمانخانه صرف میکنند، موندگیش را به بازار ارزانه کرد. با اینها دیگه مردم، دیگه تاجر، دیگه صاحبکار مگر رقابت کرده میتواند؟ نمیتواند. میپرتوید میرود کجا؟ کوچه روبی، روسیه، کوچه های مسکو. حالا ببینید فقط بدبختی با این تمام نمی شود. تماشابینان عزیز، یک خبر است، شاید ما در این باره گپ زدگی بودیم، شاید یکایی که شما در این باره خبر دارید. انا همین شرکتی برق تاجیک برای انگشتی استفاده کردهش از سال 2009 به این سو بیش از 120 میلیون سومانی همین به یک کنی انگشت قرضدار است. 120 میلیون سومان.
انکن نگاه کنید، یک کنی انگشت رو بخشید اهمیت دهید تماشابینان عزیز. کنی انگشت، کنی که باید او انگشت کند، کنی که باید او انگشت کند، مردم رو به انگشت تامین کند. شرکت برق تاجیک برای مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه یک دوشنبه دو با مبلغ 120 میلیون سومانی، با مبلغ 120 میلیون سومانی از کنی انگشتی فون یغناب انگشت میبیارد. اشرا نمیدید 120 میلیون سومانی. این به کجا ورده میرساند؟ انکنون با اون آورده میرسوند که کارش رو کنی فون یغناب ادامه دهد، یعنی شاخته از کار میموند، کنی انگشت از کار میموند. 120 میلیون پول برفتگی کارمند پولش دادن در کار، تکنیک به سوزشواری لازم، پول نیست، پول را شرکت برق تاجیک دادن نمیتواند، یک کنی انگشت از کار موند. این در حالی است که 3 میلیون دلار در 6 ماه فقط از راه پول شرکت برق تاجیک رو نقد ایرس زده میگیرد. نقد. این شرکتی کساد، این شرکت قرضدار، این شرکتی ضررآورترین در جهان پول ایرس رو پرداخت کرده میتواند؟ نمیگه که جناب این پول کجا میرد؟ بیا من به اجازت من برم انگشت رو برم مرکزی برق و گرمایدهی رو به کار درآورم، مردم خانهش گرم باشد، برق داشتگی باشد. نه، پول جناب رو باید میدهی، کون انگشت سنگ فون یغناب از کار موندن گیرد. دیده شده تماشابینان عزیز؟ رنگ بینی حال پرس میگویند. این پرزیدنت نشد باندیت همین خیلی کار میکنند مگر نه؟ پول من بیته بعد از سر من گیا نروید. نه با چوب قبر مردم خانه میپوشند. ببینید حالا اساسزاده این گپ رو گفت که من به ایرس در 6 ماه یا به 150 ماشینم 3 میلیون دلار پول دادم. سیر فاش کرد، سیر فاش شد. حالا محمد الله شیرالی زاده بیچاره یک گپ گفت، فرمانش بر اومد، رسالتش به آخر رسید. بله حالا همین اساسزاده بیچاره هم چند روز دیگر میمونه تعیین کپش دود کرد. ببینید حتما حاضر اینش اومده گوشش تاب داده ایستاده است. اوی تو چی گفتی؟ میمردی همین گپا نمیگفتی. اوی تو چی گفتی؟ میمردی همین گپا نمیگفتی. گوشهایش حاضر، گوشی اساسزاده سب سرخ، همین خیلی کلش خم، سرش به کجا زدن نمیدوند، گشت است به فکرم حاضر. اگر از کار نگرفته باشن تا امروزه. نگاه کنید، یک تحقیق ما 6 سال پیش آخرهای سال 2015 نشان داده بود که ایرس از راه پولکی سالانه حدود 100 میلیون دلار درآمد میگیرد. مرحمت پایگاهی پیام نقطه نت وارد شوید، همین ایرس نویسید یا که شرکتی برق تاجیک نویسید یا که عموما همین جمله های همین کلمه های کلیدی رو نویسید، ده ها تحقیقات ما درباره اینها رو پیدا میکنید. ده ها تحقیقات ما زنش فلان، دخترش فلان گفته نمیشینیم. ارقام را ذکر میکنیم. ارقام
نه به زنش کار داریم، نه به دخترش کار داریم. به او خودش، به خودش سر کار داریم که او خودش به ملت خیانت کرده شده است. ارقام را ذکر میکنیم. مرحمت وارد شوید به پایگاه پیام نقطه نت. حتما معلومات های زیادی پیدا میکنید. به هر یکی جناب آیین همه وزیرهایی که ایستاده است، از دامادهای پرزیدنت سر کرده، حسن اسدالله سر کرده، تا دیگرش، تا اون حالا نبیره هایش هم چند وای داریم. مرحمت وارد شوید یک بار ببینید. همون وقتی که ما این تحقیق را گذرانندگی بودیم، میدونید چی؟ اونجا چه خیلی شدگی بود. حالا همین مرکزی برق و گرمایدهی به کار در آمدگی نبود. یادم نیست، فکر میکنم به کار در آمدگی نبود. اقلا دویمش کار نمیکرد. در همین حالت از اون زمان تا این وقت چند کان، یعنی کانی انگشت در سوق به اختیاری چینی ها داده شد. محصولات آنها توسط همین راه کشانیده می شوند. چینی ها هم از پول دادن آزاد کرده شدگی؟ نه. رفت و آمد از سال 2015 تا این وقت رفت و آمد خیلی زیاد شدگی است. خیلی زیاد شدگی است در سال. حالا فکر میکنم شرکت پولچونکی ایرس خیلی بیشتر از 100 میلیون دلار است، شاید 200 میلیون دلار شدگی. ما در اون وقت تقریبا 90% انیق کرده بودیم که این شرکت در دستی آزاده رحمان با شوهرش جمال الدین نورعلیف است. نورعلی زاده. گفتم جمال الدین نورعلیف گریخته است، راست باشد. با آزاده رحمان تماس داشته باشد، نباشد. یعنی هم تو پول برده با دو دست ادب مردم داده رفتن میگیرد به اینها. ماشین رو می استانی، پول رو میدی، یک کاغذ میتیان فلان پول پرداخت کرد، تمام. همین خیر رفتن میگیری. همین پرداخت نکن و روزت رو بین. نگاه کنید. حالا 100 میلیون دلار گرفت، 200 میلیون دلار فایده گرفت. اصلی مسئله این نه. نگاه کنید تماشاگران عزیز. اصلی مسئله این هم نیست که قریب 3 میلیون دلاری که برق تاجیک برای کشاندن انگشت به ایرس پرداخت کرده و به قرضش علاوه شده است. این اصلی مسئله این است که این از کیسه مردم می باشد. تماشاگران عزیز، این از کیسه مردم است. مردم بر ضمن این که برای عبور از راه یگانه بین شمال و جنوب که با پول خودش ساخته شده است، از چین قرض گرفتگی است، از بودجه داده شدگی است. به دختر رئیس جمهور پول پرداخت میکند. خراجات همه کارخانه و اداره های دولتی برای عبور از این راه نیست به دوش مردم است. کارخانه خراجات کرد، از مردم میستاند. یک کارخانه توسط ایرس یک چیز گرفته گذشت، از دوشنبه به خوجند آورد، از خوجند به دوشنبه برد، به ایرس پول داد. این از کیسه این مردم است. مردم این پول را داده ایستاده است. چی جایی نفهمی دارد؟ از کشاندن انگشت و دیگر محصولات سر کرده تا سفرهای کاری و دمگیری های هزاران کارمندان دولتی، بیچاره مردم پول میتید. بیچاره مردم پول میتید. یک ماشین تشکیل کرده
از حکومت ناحیه به دوشنبه به جلسه جناب رفتند به ایرس پول داده میروند. انا همین از بودجه ناحیه است. همین بودجه ناحیه خارت برای ایرس است. درست است. کدام رئیس ناحیه، کدام کماندش یا که کمانده حزب خلق دموکراتی شاخ برآورد و به ایرس پول نداده دوشنبه رفت آمد؟ نه، پول میدی. همین پول از کجا؟ از کجا؟ از کیسه مردم، از بودجه ناحیه، از ویزنوس پولی مردم، حق ازاگی. همین دیگه، همین مردم گرفته شده که برده ایرس به داده گذاشته میرود. جمع میکنی برده. آخر جمع کرده برای پیشرفت حزب نه، برای پیشرفت ناحیه نه، میبری ایرس به داده میروی. یگان شاخدارت هست پول نداده گذاشته رفتگی. نه. نگاه کنید. یک سری دیگر را این شرکتی دزد و قرضدارترین در جهان در نشست مطبوعاتیش افشا کرد. انیقترش دلیل دیگری بر این که برق هم از مردم دزدیده و پولش به آفشورها فرستاده می شود آشکار شد. چه خیل؟ نگاه کنید. شنیدید شرکت برق تاجیک به افغانستان برق می فروشد. به طالبان برق می فروشد. اینها پول رویانیده نمی تواند. پول طالبان نداده ایستاده است. فهمیدید؟ پول کلان شده رفته ایستاده است. اما پول گرفتن نشد از افغانستان. برای چی؟ گفته پرسید میگن که وابسته به وضع گیوپولیتیکی منطقه و جهان که بعضی بانک های مبلغ گذار به تحریم ها شامل کرده شدند، انتقال مبلغ از شرکتی برشنه شرکتی مثل برق تاجیک در افغانستان کاربری کرده ایستادند. قرضداری نسبت پرداخت حق برق 28 میلیون دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد. در ماه ایول در حجم 2 میلیون دلار مبلغ وارد شد. از 28 شاید از 3 میلیون 2 میلیون وارد شدگی 28 میلیون موندگی. فهمیدید یعنی اینها یعنی شرکت برشنه به شرکت برق تاجیک از افغانستان به تاجیکستان پول را مستقیما ارسال نمی کرده است. یعنی از روی گفتی اینها توسط دست سیوم به شرکت برق تاجیک پول برق به افغانستان فروختگی می آمده است. این چی گپ است؟ تماشا بینون عزیز، این چی گپ است؟ اینجا چی گپ؟ بیاید من فهمیدگی چیزم رو به شما میگم. این تماشا بینون عزیز، شاید از فهمیش من هم بالا باشد، چون که این گزارش رو و این تحلیل رو دوستان برای من آماده کردگی هستند که واقعا میتوانند کارشناسانه این را تحلیل کنند. نگاه کنید تماشا بینون عزیز. در همین حالتی که تاجیکستان گفت که ما از افغانستان پول برق را گرفته نتوانسته ایستادیم، ازبکستان گفت که ما چقدر برق را به افغانستان فروختگی باشه پول را گرفته، پول را به تمام گذرانده. وزارت انرژی ازبکستان گفت که شرکت برق افغانستان برشن شرکت پول 2151 از دست 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برقی را که از این کشور خریداری کرده بود پول را پرداخت کرده است. یعنی معلوم می شود وضع ژئوپلیتیکی منطقه
هیچ پیوند به قرض برشنه نداشته است و این شرکت مشکلی هم در انتقال مبلغ نداشته است. شرکت برشنه افغانستان در انتقال مبلغ برق یعنی برق خریدگیش یکم مشکل نداشته است. پول ازبکستان رو گذران، اینجا یکم مشکل ژئوپلیتیکی نبود. چرا برای تاجیکستان مشکل ژئوپلیتیکی میشد است؟ چرا؟ باید اینجا پیداش میکنیم. انا که نگاه کنید، تاجیکستان با طالبان روی خوش ندارد، بله ازبکستان برعکس با حکومت افغانستان یک رابطه های خوب به راه مانده است. شرکت برق تاجیکستانی برق را بدون پرداخت میدهد، یعنی محو گفته میدهد. ازبکا پول برق میتوند تاجیکانه. چرا؟ برق تاجیک یا انیقترش مقامات تاجیکستان از طالبان یا شرکت برشنه چی زبون کوتاهی دارن که همین حادثه رو ایجاد شده است. همین خیل انا کو نگاه کنید. طبق معلوماتی که ما به دست آوردگی هستیم، شرطنامه فروش برق از تاجیکستان به افغانستان مستقیم بین شرکت برق تاجیک و شرکت برشنه شدگی نیست. گپ در همین جا تماشاگران عزیز. فروش برق از تاجیکستان به افغانستان با شرکت برشنه افغانستان و شرکت برق تاجیک شدگی نیست. اینجا شرکت برشنه افغانستان با شرکت برق تاجیک توسط یک شرکت آفشوری خارجی شرطنامه بستگی هستند. یعنی وقتی که برق به افغانستان داده می شود، شرکت برشنه افغانستان باید مبلغ را به برق تاجیک نه، به تاجیکستان نه، به او یک شرکت در خارجی آفشوری پرداخت کند، بعد به شرکت برق تاجیک می. اگه به شرکت برق تاجیک این پول میباید نمیباید هیچ کس نمیدوند. اگر می آمد این شرکت بیچاره تو 3.5 میلیارد دلار قرضدار نمیشد. ایش میرود دیگه، رفت بازگشت ندارد. چرا؟ این کی بوده است او در خارج ایستادگی شرکت؟ کی بوده است؟ خب نگاه کنید. طبق شرطنامه سه جانبه در مابین یک پسردنیک میانه رو هست. طبق شرطنامه برشنا وظیفه دار است پول برق را نه به شرکت برق تاجیک بلکه به صورت حسابی همون شرکت آفشوری به کیپر انتقال دهد. به کیپر. نگاه کنید. همین گپ را رهبر پیمان ملی تاجیکستان موحدی کبیری هم در یک برآمدشان گفتگی بودند که برای آن مردم را از برق محروم میکند به خارجه میفروشد که اگر مردم پول برق را پرداخت کند در کشور میماند، اگر به خارجه فروشد به آفشور به شاتهای بانک خارجی همین اویله می رود. همین خیلی گفتگی بوده. عیناً راست برآمد. ببینید نگاه کنید. طبق یک معلوماتی که ما به دست آوردگی هستیم، ان همین پسردنی که بین شرکت برق تاجیک و شرکت برشنه یکی است. رستم امامعلی. رستم امامعلی شهردار دوشنبه، رئیس مجلس ملی، پسر رئیس جمهور اینا نظارت میکند. فروش برق تاجیک، فروش برق تاجیکستان به افغانستان را کی نظارت میکند؟ رستم امامعلی. اکنون از اینجا دونسته می شود که به این دلیل نداریم، اقرار می شود به این دلیل نداریم، هم تو تخمین زده می شود که از این می براید همون
شرکت آفشوری در کیپر بودگی به امیر رستم امامعلی تعلق دارد. این فقط تخمین است، اما هم تعیین است. آن چیز که عیان است حاجت به بیان نیست. انا کن نگاه کنید تماشا بینون عزیز، با وجود بسیار کم بودن قیمت استحصال برق در تاجیکستان که به گفت کارشناسان از 6 درم بالا نیست و فروش آن با قیمت 3 برابری برق تاجیک هر سال 2.5-3 میلیارد سومانی ضرر می‌بیند. هر سال در یک سال 2.5-3 میلیارد سومانی شرکت برق تاجیک ضرر می‌بیند و به قرضش زم می‌شود. این میلیاردها دلار قرض که در صورت حساب‌های آفشوری یک عائله قرار دارند، انمی بدوش ملت به این هم قشاق تاجیک است. به همین دوش ما بر است ای ملت، ای مردم، ای هموطن. این همه انامین مبلغ، همین دزدی به گردن من و شما بار است. از کیسه یکیش من و شما، از کیسه زنهای بیوه بیچاره، از دهان یتیمان، بیکسان، بیفرزندان، پیران سالان دزدیده شدگی است، دزدیده گرفته شدگی است. اینها کر فر دارن. امامعلی رحمان برآمده میگه تو گشنه نیستی. حالا ببینید انا همین رشد اقتصادی هم که امامعلی رحمان برآمده پیوسته از اون لاف میزند، دیده ایستادیم روز به روز مردم رو قشاق کرده ایستاده است. این رشد اقتصادی همین خیلی نیست؟ انا همین خیلی است. تماشاگران عزیز، انا همین خیلی است. حالا طوری 1 ساعت می شود من صحبت دارم. حالا کسانی که می خواهید صحبت داشتگی باشید، کسانی که می خواهید گپ زنید، مرحمت این رقم واتساپی ما است. در زیر نوار در اپیسان لینکی پیوستن به استودیو گذاشته شدگی است. می توانید به استودیو پیوندید. حتما ما شما رو قبول میکنیم، گفتنی های شما رو گوش میکنیم. شاید اینجا بعضی از امورهایی که ما دادیم با واقعیت راست نباشد، شاید بعضی چیزهایی که ما گفتیم شما نادرست پندارید. مرحمت تماشابینان عزیز، می توانید توسط واتساپ زنگ زنید و گفتنی های خودتان را بگویید. می توانید اینجا به استودیو وارد شوید. حتما ما شما را پیوست میکنیم. ببینید چه خیلی دردآور است. دردآور. جون آدم درد میکند. جون آدم درد میکند. درد. شبها خوابت نمیبرد. سحر میخیزی به جای آن که کوفتگی هایت برطرف شدگی باشد، به جای آن که یک کم آرامش قلبی داشتگی باشی، میخیزی درد سر، میخیزی الکی خسته هستی. گویا اینکه به شبش کار کرده باشی، شودگار کرده باشی. الو سلام علیکم. الو و علیکم سلام. بفرمایید. برادرم مسئله یک تا سخن کردین در مبین برنامه مسئله ایرس است که بله کارمندان دولتی یا که رئیس ولایت، رئیس ناحیه، برای مثال کارمندان امنیت، همین شخصا رقم‌های دولتی دارند. اگر دیده باشی ماشینای دولتی دارند، اینا رفت آمدهشون وای از رایگان است. رقم‌های سبز است، بعضی کبود میچخه که رنگشون دیگه است.
در اومدن وقت در وقت اومدن هم ترمینال автоматик тариқи лазер мечики амнора мехонад кушода мешад мерам ё маблағ намесупурам барои ҳамин ҳамонҷа гуфтӣ ки раиси ноҳиями раиси вилоятми фарқ надорад пулашро надода гузарад чӣ ҳамон ба ман гуфтам ҳаминҷо хато кардсудетам шумо бародар ҳамина ислоҳ кунед. бисёр хуб. ҳоло инҷо ман чиро дар ӯ раиси ноҳия як худаш танҳо аст. дар инҷо ман мисоли овардагӣ ба мисоли овардагиам агар аҳамият дода бошед нигоҳ кунед инҳо ба ҷаласаҳои ҳукуматӣ мераванд, як тӯда шуда 20 кас 30 кас мераванд, ба семинарҳо мераванд, 40 кас 50 кас шуда мераванд, ҳукумат гӯшӣ мекунад. ҳама инҳо пул дода мегузаранд. ҳамаш шояд ҳамин як раиси ноҳияш пул надода гузарад. шояд раиси вилоят пул надода гузарад. дар як вилояти сух агар 16 та субъект дошта бошад вилояти сух бо худаш хар 17 кас равед 20 нафар. инҳо ба як ҳоло бо ин маълумоти шумо додагӣ 20 нафар истисно мешаванд. инҳо ба як ҷаласа ки бояд кохи борбадро пур кунанд, бояд кохи ҷомиро пур кунанд, ба ҳар ноҳия вазифа медиҳанд. ту 100 та мебиёрӣ, ту 50 та мебиёрӣ, ту 20 та мебиёрӣ. неки бародар ҳамин як масъалаи дига ҳаст. ман фикр мекунам ҳамин ширкати айрес дар як ҷиҳат хуб аст буданаш, барои он ки роҳҳоро пеш ба ҳайрон шудан намемонад. барои мисол хушрӯ рост карда истодааст. агар ҳамин ҳам набошад ин роҳҳоро дига ки рост мекунад? ин роҳҳоро бародари азиз барои чӣ ба мо ширкати айрес тамоман дар кор нест? барои чӣ? барои он ки мо андозсупоранда ҳастем. андози роҳ вуҷуд дорад надорад дар тоҷикистон? андози роҳ вуҷуд дорад. андози роҳ барои чӣ аст? барои кисаи раис ҷумҳур аст? куҷо меравад андози роҳ? не ки дар як ҷиҳат охир бародар нигоҳ кун, вақте ки ҳамин ширкат набуд, ҳамин роҳи Хуҷанд Чаноқ Душанбе ҳамин вобше безеб буд. ин ширкат набуд, роҳи Чаноқ Душанберо мардум сохт бо пули мардум. як қисм 70% не мардум насохт. як дақиқа бародари азиз, мардум сохтагӣ аст. бо сармоягузорӣ нигоҳ кунед бародари азиз, биё дар ҳамин ҷо суҳбат мекунем. сармоягузорӣ яъне чӣ? сармоягузорӣ нашудааст, қарз гирифта шудагӣ аст. то ҳоли ҳозир Тоҷикистон аз Чин барои сохтмони роҳи Душанбе Чаноқ қарздор аст. чанд сол пеш раис ҷумҳур гуфта нафаҳмидам. маблағи ҳамин роҳ қарздор аст барои ҳамин ҳамна супорисода пеш не дурӯғ аст ин. бародари азиз хоҳиш мекунам як дақиқа. шумо ман боварӣ дорам ки ин маълумотро доред, медонед ки ширкати айрес як тин ба қарзи ҳамин роҳи сохтмоншудагӣ ба сохтмони роҳ ки аз сохтмонаш Тоҷикистон қарздор шудааст, як тин айрес додагӣ нест. инро хуб медонед. як тин додагӣ нест. агар бубинед ҳар сол 100 миллион долларӣ даромади муфт дорад, даромади муфт, ба ҷуз расходаш, ба ҷуз масрафаш ба роҳ, агар 50 миллион доллариш ҳам медод, то ин вақт мо аз қарзи хитой халос мешудем? на, халос нашудем. бародар, як саволи дигар, ин маблағҳое ки шумо мегӯед он 100 миллион 200 миллион ё ки ки шумо мегӯед он ҳамин ба фикрам он далел надорад. охе иқа маблағи даромад дошта бошад, якум аз қарзӣ мебурад, қарзиша расчуд мекунад. ҳамин даромад нест. охе ин ширкат на танҳо қарзи Тоҷикистонро пардохт намекунад, ҳатто андоз намесупорад. мефаҳмед? ҳатто андоз намесупорад. шумо майлаш шумо далел доред ки ақаллан шумо медонед ки ҳамин раиси ширкати барқи тоҷик ки аст? не ростига ман масъалаи айрес гуфтедам, ҳамина гуфтам. шумо нигоҳ кунед бародари азиз, ҳамин ширкати айрес медонед ки андоз намесупорад? ширкати айрес намедонам инашанак. медонед андоз намесупорад? сабаби андоз насупорданаш чӣ аст? медонед ки чанд қадар
در میدونید که این شرکت آیا شما میدونید که این شرکت در تاجیکستان شوتی بانکی ندارد، مبلغ به خارج فرستاده میشه. چرا؟ آیا میدونید که میدونید شما که در پارلمان یگان نفر نمیدوند که در پارلمان کشور یگان نفر نمیدوند که همین شرکت به کی تعلق دارد؟ نه من شما در این شرکت همون قرضی که میگوی که خارج میرود برادر، این قرض همون مبلغی که گرفتن همون روی میکنن. دروغ است این. نه دروغ است برادر عزیز. شما یک بار تحقیق کنید. این گپ دروغ است. این گپ دروغ است یا شما فولک شده ایستادید یا دیده بینا دروغ گفته ایستادید. این شرکت به قرض یک تین برادر عزیز به قرضی که برای ساختمان راه دوشنبه چناق صرف شده است ایرس یک تین نمیدهد. دو سه سال پیش رئیس جمهور صاحبکاران با صاحبکاران یک جلسه گذرانده حکومت را وظیفه دار کرده بود که سرمایه گذار یابد که خیر صدقه یابد که پول ساختمان راه دوشنبه چناق را پرداخت کنیم. فهمیده ایستادید؟ چرا رئیس جمهور در اونجا نگفت که اوی ایرس پول پارتا پول چنده ایستاده ای یک طرفی قرض رو یک طرفی قرض رو به عهده بگیر؟ نگفت در اونجا. برادر این مبلغ ایرس جمع می شود برای در پیش راه تعمیر کردن مصرف میشه. برادر نخود در یک سال 100 میلیون دلار برای دوشنبه چناق صرف شود. ما این 100 میلیون دلار شاید برادر عزیز شاید این پول 500 میلیون دلار 400 میلیون دلار باشد. ما به حساب میانه از روی اونه که کارمند همین شرکت در تماس با ما معلومات داد، ما همین رو حساب کرده دیدیم که در یک سال زیاده از 100 میلیون دلار این شرکت درآمد میگرفته است بغیر از رصدخودهایش. obś ابیوم رصدخود همین رو چند سومه obś ابیوم همین شما خبر داره چند سوم تعمیر شده همین رو روز شده. برادر عزیز حاضر لازم باشد به شما هم تیقه میزنم همین معلومات رو به شما میدیم، اما اینجا مهم این است که شما دروغ گفته ایستادید. شرکت ایرس برای قرضی که از چین گرفته شده است یک تین دادگی نیست. این رو جستجو کنید. این یک. دوم حتی از درآمد شرکت ایرس به تاجیکستان انداز نمیسپارد. این پولی که از کیسه این مردم، از کیسه یتیم، یسیر، بیوه، بیچاره، پیر و سال، نفقه خور گرفته می شود، ایرس میگیرد با آفشور عائله رئیس جمهور میفرستاند. این 100% انیق شدگی است. فقط این مبلغ چیکار میکنه؟ یک بار همین با عائله رئیس جمهور سوال کرد این مبلغ چیکار میکنه اینو؟ شما سالانه 100 میلیون دلار میگیتون اوکی این مبلغ همو یک عائله را در نظر بگیرید، همو یک عائله این مبلغ را رصد کردن نمیتونه گفتگی مبلغ شما گفتگی این حقیقت نداره. برادر عزیز انا همین ساده لوحی ما ساده باوری ما رو به همین روز آورده رسونده است. اینها خودشان آن طرف استند، ما دلیل ها داریم با اثبات میزنیم. نبیره هایشان در دبی در یک روز 100,000 دلار 200,000 دلار برای یک دمگیری رفتنشون تا 1 میلیون دلار در یک دمگیری رفتنشون رصد کرده میبینم. شما چی گفته ایستادید برادر عزیز؟ همین ساده باوری های ما رو به همین روز آورده رسوندگی است. اینها رو در دزدی جسارتشون رو بزرگ کردگی است، جسارتشون رو زیاد کردگی است. فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ برادر یک چیز دیگه از شما پرسیدنی بوده، مسئله همین معاون بانک ملی همین نفر در حقیقت گریخت دستشو کرد. من معلومات ندارم برادر عزیز. خواهش میکنم چیزی که نمیدونم از من نپرسید. من معلومات ندارم. فقط همین خیلی میشمیشو هست، گریخت است نگریخت است نمیدونم. من معلومات ندارم برادر. همین با گفت شما باید کلون همین ایرس بود. بله
من گفتم که در برنامه وقتی صحبتم گفتم که 90% ما دلیل داریم، 90% دلیل داریم که جمال الدین نورعلی زاده، آزاد رحمان صاحب همین ایرس هستند. برادر اوید به همین موضوع هم یک وای کنید رفشنی اندازید. کدوم موضوع؟ حقیقت است. موضوع جمال الدین در حقیقت برای بله جستجو کرده ایستادیم. حالا اگر ما دلیل می داشتیم دلیلمون مستحکم می بود، دلیلمون قابل اعتماد می بود از اولین ها شده برآمد میکردیم، این در این باره گپ میزدیم. ما معلومات جستجو داریم، گفته ایستادیم و بررسی کرده ایستادیم. حالا به نهایتی همین مسئله رفته نرسیدیم که گپ نزدیم. خوب برادر، سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. چاچکو بفرمایید. گپ زنید. چاچکو هستید؟ چاچکو گپ میزنید؟ منوچهر از ولایت مختار کوهستان بدخشان گپ زنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر این برادر چی گپ میزند؟ آخرین باوری این حکومت ندارد یا دارد و چی؟ این پول کجا میرد کجا نمیرد؟ این را در خواب ممکن میبیند. بفرمایید. الو صدایتون آماده ایستاده است. میگم این پول کجا میرد؟ در افغانستان نمیرد، این در شویچارسکی بانک جمع میشه به فکر منه. من به بانک های آفشوری جمع میشوند. این به خلق اگر فایده می بود ولی بر وقت همین قرض خطای کنده میشد. بله به فکر من. بله. هر آمد برادر. تشکر میکنم شما برادر عزیز. سلامت باشید. زنده باشید. حالا ببینید انسان ها ساده لوحی دارم. من در انسانیت ساده لوحی هست، اما تاجیک مردم در ساده لوحی رکورد زدگی است. رکورد چنان ساده لوحی میکند که چارکو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. که شفقت برنامه چی برده؟ بچه برادر عزیز، در موضوع ما در روی کاغذ ماندن گپ ها یا اینکه رشد و پیشرفت فقط بر روی کاغذ آمدنش در اصل دیده نشدنش. درباره پرزیدنت نه بود درباره چند کس گپ زدیم. خوش میکنم یگان گفتنی داشته باشید لطفاً بفرمایید. اینجا چند نفر نوبت پایده شدن برادر عزیز. دلیر بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی شوکت خوب هستید اینجاست برادر. زنده باشید. بفرمایید. خیلی شوکت کدا شما التماس دارم که همین در عبدالرحمن جامی گفته اسماعیل بازار وای کرده است، ظلم کرده است، امیر گام میزدی برادر. ان شاء الله گام میزنیم خدا خواهد. این مردم در این باره معلومات یک یک قسم داریم. ان شاء الله گام میزنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. مرا قبول کنید بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باید موضوع میخواستم فکر اندیشه خودم بیان کنم که آوازم خوب است. صدایتون یک کمی پست است. انا خوب شد؟ بله خوب شد. میخواستم بگم هر همین یک برادری که برام از گفت فکر اندیشه داشته بیان کرد. بو پست شد صدایتون برادر. انا آواز بلند است واسه؟ همین خیلی گفته رسو استابیل نه. بفرمایید. همین پولایی که قرضدار همین پولایی که قرضدار هستن تاجیکستان همین دولت تاجیکستان همش به سر مردم میاد. اینا هم مردم قرضدار میشن. این روزش وقت ساعتش میرسه که اینا همش فرار میکنن میرون. همش قرض دفعه سر این مردم میمونن. برای چی فکر خودم میگم که اگر که هر سال اینو قرض میدادن پیش مردم در برآوردن نشون میدادن که ما هم قرض دادیم هم قرضدار بودیم هم قبلا برآورده پیش مردم در نشون میدادن همه چیزا ایلی دپوتاتو ایلی در پارلمان خلاصه گیریم همین رحمان خودش میگه و دهن خودش که مردم شما باید با سیاست دخالت نکنید معنی گپش که شما حق نداره در یگانجا گپ زدن فقط برای همین کامت بره مسکو غلومی کنه بیوی فقط توی باید گپ نزنه مردم در حکومت ما یک حکومت اولادی شدگی کرد اونجا فقط دزدو غارتگرا اینو فقط شما میدزن پاسپورتای همه دیگه دولت‌ها را گرفتگیان حالی نگاه کنه وقت ساعتش میشه میگریزن میدون همش فرار میکنن انا قرض چیزی هست در طول سال این مردم میمونه همین 10 میلیونی که وضع شده در طول سال این مردم میمونه از برای اسماعیل فقط پریکاز میتیه این نبیره رحمانوف یک کسی حق نداره گپ زدن در اونجا من بدروی بینم اینستاگرام در سایتش هست در ترکیه قطعی جوروش کایت صفا کرده رستورانایی که یک درآمدش اولی 500 600 هزار دلار کایت صفا کرده دبی و گشته او را هیچ کس نمیپرسه که اگه جو پیسه خیلی شرکت‌های و بزرگای و برای که باباش دستر قدرت است اولادش دستر قدرت است پدرش دستر قدرت است کایت صفا کرده میگردن فرزندای ما مثال گیریم بدخشان فرزندای یوش جوانایی که ولی از مسکو اومده بودن رفتن در تاجیکستان یک دکومنتری یک زنگ و یا قتل کرده کشته از طرف حکومت کشته شده میشه نگاه کنید چرا که از همین یک بار همین در 30 سال ما را اکا یک بار همین گوید که از اویله رحمانوف یگان شخصیت مرده است یگان شخصیت شفاکشی کردیم بله من ندیدم یک تا از اویله رحمانوف بیاره که کی را فاکشن اکا این قدم دولت توجیکی ما را تروریست میگن این قدر وهابیست سلفی ایو همه چیز برآوردن ما بدونم که در همین اوله رحمان یک از پاکشینی کرده باشه یا رحمان فایلون پاکشینی کرده باشه خب این که ها هوایا هم میخونه خود با خود مردم بسیار هم میره وقتی هم شلوبکا میبینیشون بیچاره شلوبکا پوشیدگیان یک شلوبکا در کاراخ گانش یک شورتی پوشیدگی بیچاره هم میرن میکشنشونن بود طورش автоматور هم میبرن این ظلم نباشه چیه دیگه همین قدر مردم اونم میگن شما هم 5-6 توچه گفته این مردم ما هیچ نکی به ترس ده همین دلشون چسبیده او داخل همگی او داخل زامبی رو کدگی نکرد همین اثر تو بگره جنوب بس هوا شما که نه جنوب گفته زمستون چرا سوید ندادسته سوید نمیشه ای خواه هم فکرش کردن در کن بوجو ای خواه همه خیلی وای میکنن چه گم خیلی یک وای ترس نیو وای دارن چه ای وای میگن همین یک گپ پیدا داشت ای وای خیلی کرد ای وای خیلی کرد ای بچه این قدر دولت دست شد این تمام اولادش که هم تاجیکستان گرفته چه فایده این اوازی در نزدیکی با مکتب میبیه باز رستم امالی با سرکر است بازاره خچه برآوردن چیست از بازاره وای تو باید پیسه دفتر لباس گیری دکومنت کاغذ گیری با شروع شد همین چیزا هیچ کس اینا نظر نمیکنه هیچ کس اینا نگاه نمیکنه مردم ما ترس فقط هم ترسونچک شده اگر دستر مردم خیلی جوری میکنه تمام میتونن هوایا رفته توجیکی خیلی چمیرن میکشنون خب همه مردم خب کنن دیگه یگان کس گپ نزنه وقتی که کم در سیاست چون کش میشه یگان گپ میزنی تراز تروریست میبرورن وهابی میبرورن چیزایی نمیبرورن تا
خب همین چیکار کنیم اکنون فکر شما چی کنیم که چی این مردم رو بیدار کنیم این قدر شما هم گپ زدید گروه هم گپ زدید ما بیدار شدیم ما وقتی برو اومدیم با روشن گپ زدیم برای روشن گپ زدیم این دیگه مردم فهمه این قدر شما گفته است دیگه مردم چی بیدار یگان کس از حکومت هم نمیبره در برنامه‌تون اشتراک نمیکنه اگه این جرأت میکنه میبره من پیش مردم قطعی مردم همین برو یا روی شد گپ زنن مردم آخه برای یک گپ زدن تروریست شوه این چه فهمیدن میبرم بازی من این از یک حکومتی میبره یا روی شد قطعش سوال جواب میکنه میبره من هم گپ میزنم من در تروریست میکنم حالا برادر عزیز همینجا بمانید یک نفر از واتساپ زنگ قبول کنیم باز صحبت رو ادامه میدیم بلش من از چونکه در واتساپ بولا همدیگر زنگ میبیاید اگر ما اینها رو منتظر کنیم بسیار چی میشود زنگ واتساپ بفرمایید برادر همین رقم دا نگاه کنیم شاید نویسگیم نفهمیدم همین رقم دا نگاه کنیم شاید نویسگی روی کدگیم یعنی حرفاتون نگفتگی هستید او نویسگیم نگاه کنیم میخونه میفهمی حاضر خب بخونم نه در اخیر تمام مالش برادر عزیز تشکر به شما من بعد برنامه این مسئله رو بررسی میکنم چون که اینجا دست تنها هستم بعد برنامه انشالله که حتما به دادتون میرسیم انشالله مالش خب مالش زنده باشید برادر عزیز مرا قبول کنید بفرمایید من این بازی‌های سیاستی که بین مردم فکر کنم بین مردم میگذرونن این عیسی طالبان میدونن این ای دشمنی ما او ای دشمنی ما این همین یک دروغگویی همین سیاست مردم ترسان است فکر من همین اینا همین در سر قدرت مون گفته چیکارای نمیکنن از سر قدرت نرسیدن رحمانov از طالب نمیترسه از خودی مردم میترسه که مردم بیدار شد اون وقت خپیده نمیشه این همین درونگی داخل همین حکومت همش اکثریتش روی پاسپورت دیگه دولت گرفته گیرن انا ما حال نگاه کنه همین چیز میشه روز میشه همش فیرور میکنن در پاسپورت آلمان گرفته گیرن پاسپورت خودشون با دهن خودشون میگن که تاجیکستان آباد نمیشه خودشون همین حکومتی خودشون میگن آخه نیوورین یعنی همین رحمانov روز میشه میبره رحمانov که میبره در تاجیکستان میبره وقت ساعت شما دیگه همین یک سال دیگه مونده یعنی روستام و دیگر همه پارک‌ها را گرفتن میگریزن میرون این قرض به سر این مردم میمونه اون وقت این چوپلوسا یا نه برای پشت رحمانov هم میگیرن اینا چی میبرن پیش مردم جواب میگن درست ما یک بار ندیدم که در برنامه شما یک خطیب برنامه شما اون تروریستی نیست برنامه شما حتی حضور است ما باید مردم سیویلیزاسیش پیشروی کنیم مردم برای گپ زنه وقتی میبره گپ میزنن پیشرویش دیگه خمیشه دیگه مرد دیگه بچه میبینن یک شخص دیگه میبینه ای دیگه ما میتونیم که پیشروی مونه بازی مرد عصر 21 تاجیکستان حالی هم با قتل و کشتار پیش برده است دولتشه واقعا کاش باور کنه من حیران میشم که جوان دینانگی تاجیکستان حالی نه فکر اندیشه چه بیان میکنن دیور عبداللهی که یک برادری که ریش داشت از دولت روسیه برآمد میکرد فکر اندیشه چه برآمده گپ زد فکر عقیده خچه بچه باسواد زبان روسی تمام کردگی باسواد بچه باسواد بود فکر اندیشه چه بیان کرد از مسکو دوزیده بردنش بچه کارگر بود من دونم که یگان وقت تروریست بود یگان آلوج یک من قطعی صحبت کردم باور کن از سوادش والله ما بورزان میگردم اگر همین درستم عمومی تمام اولاد امر همون فروستم اصلا همه چیز سواد همون زور باشه کو ما بورزان میگشتم بچه را بودم 7.5 سال زندان کردم خونه و در نداشت برای خونه کار کرد بود که یک من میگفتم خیلی آینده مثلا ان شاء الله که مبارزه پیش رود گیرن همون تاجیکستان چی میشه میگه تیپ که همون سوادم برای جوتیان تیپ که همون سوادم برای جوتیان میگو بچه را بردم 7 سال خیلی صدها بردم بچه را زندان کردن آخه شما چه در عصر 21 شما یک دولت دیگر را بین
برای جوان خودش که جون شامتیه یک جوان شده یگون دولت یک کار کنه جون شامتیه این چی دولته که تو برای یک گپ فکر اندیشه اوضاع تو را کرالیش میبری زندان میکنی میبری و 7 سال میتی بعد ترمده و میکشیشه چیکار میکنی نمیفهمم یا گیریم ژورنالیستی را در تاجیکستان همین ژورنالیستی تمام دیگبایوش محکم کنن در تاجیکستان این قدر به چلو ژورنالیست‌ها را بردن محکم کردن زندان کردن بله حالا یک زنگ دیگر از واتساپ قبول کنیم برادر عزیز زنده باشید تشکر یگون کس باشه که از دولت یگون کس بیا که حکومت رو اینجا برای پیش مردم کتی مردم گردزنه و چی را میترسش نچید میترسن نچید دوستان برای ما تشکر زیاد برادر حالا یک زنگ واتساپی هست قبول کنیم زنده باشید الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سوزی کتنجی تشکر زنده باشید همین زون همه کشنده برای پاسیانی فرم کنه زندی دولت گام میزنه زندی کدوم دولت از چی دو کشن زندی دولت تاجیکستان زندی دولت چی گفتیم یک کلمه مثال بیاره چی پاسیانی کس مکروت میگوگره نه برادر شما وقتی که دعوا کردید که ما زندی دولت گام میزنیم مثال بیاره دلیل بیاره مثال همین دلیل همین پاسیانی همین جناب و بد کردن جناب دولت نیست جناب یک شخص یک شهروند تاجیکستان است پرزیدنت تاجیکستان است تمام امر قدر است او دولت نیست شما دولت از شخصیت فرق گذارید دولت چیزی دیگر است که پرزیدنت چیزی دیگر است پرزیدنت برادر عزیز خادم کشور است او خدمتگار من است من باید او کار کردن نتوند از او انتقاد کنم خانه به یک مردی کار میاندازی اگر کار درست کردن نتوند سنگ خشتت درست زدن نتوند تو او کارگر نگاه داشته میستی دفعش میکنی یک کارگری درست میبیاری رئیس جمهور برای من یک خادم دولتی است خود او دولت نیست برادر عزیز تو یک دلیل بیار که من ضد دولت گپ زدم پسند کی گوش که من تو وقتی گپ زدی تو خودش من دلیر میبرم تو میگی که دولت دلیر نه اینجا دلیر نه دلیل بیار دلیر چیزی دیگر است دلیل چیز دیگر است اقرا تاجیکی گپ زدن یاد گیر تاجیکی گپ زدم کم بغل گفته تاجیکستان قشوخترین دولت گفته استی همه جو ایبو کرده استی من با دلیل گپ زده استودم دلیل ندارم دلیل دارم دلیل نداری دلیل دارم یگون جوش کم بغل نیست دلیل نداری یگون خیر برادر عزیز تاجیکستان کم بغل است گفتن این زیدی دولت گپ زدن نیست واقعیت را شناختن است تو اگر کم بغل باشی تو باشی مثلا گریم تو رو هیچ کس کم بغل نمیگوید یا که مثلا گریم تو کم بغل باشی باید راههای رو جستجو کنی که راستهای رو جستجو کنی که از این ورطه بیرون برایی از ورطه دستنگری کمبغلی قشاقی باید بیرون برایی راههایش رو جستجو کنی من عضوی همین ملتم من عضوی همین دولتم من باید جستجو کنم که این ملتم این دولتم از این راه قشاقی چگونه بیرون براید آمار وجود دارد در بین کشورهای اسنگ تاجیکستان از همه قشاقترین است نادرست است از کدام کشوری اتحاد دولت‌های مستقل تاجیکستان پیشرفتش در پشت است برادر تو افسانه نگو تو دلیل گو کدام کشوری از کدام کشوری برادر عزیز از کدام کشوری اتحاد دولت‌های مستقل تاجیکستان اقتصادش پیش است نفهمیدم من نمیفهمی آخر از کدام کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یعنی اسنگ اقتصاد تاجیکستان پیش است دولت تاجیکستان نه 30 سال شد چقدر اقتصاد همه هم 30 سال شد من برادر عزیز برای سپور کردن یا بحث کردن یک کمتر سواد داشتن در کار اقلا دونستان در کار که اتحاد دولت‌های مستقل یعنی چی گوش کن من تو پسند یک بار درباره مکتب هم گفت بودی که مکتب تاجیکستان و مکتب سیمفوش وایران سیمخونوش پرتوش یعنی درست گفتم مثلا گریم خونت وایران باشه چی میگویی خونم وایران میگویی یگون چی نمیگم تو گوش کن تو خودت چیکار کردی تاجیکستان تو من گوش کن تو گپ دیگر جا نبر تو در همین گپت بیست خونت وایران باشه چیکار میکنی آباد میکنی و پرتو وایران نبود پرتو برورده در اونجا در دیگه سیمخونه مکتب اونجا مکتب نفت ساخته آوردم اونجا موندگی هم مکتب کهنه تو نشان دادی تو مکتب برادر عزیز من نشان ندادم
این رو رسانه ها نشان دادن. یکمش برادر عزیز رسانه ها نشان دادن یک چلوک نویدیم که رنگ شما رفت به اونجا و گفت که اینجا پارته هایی که برابر پارتفتگی بودن رسم گرفته رفته است. اوی برادر تو چه اندازه شما مردم رو کوری کر میپندارید؟ مگر پارته های پارتاو رو برده قطار کرده میمونن؟ پشتش به پشت هر یک پارته پارتاو دوتگی ستول رو با ترتیب میمونن؟ تو خطا میکنی برادر. من به تو سوال داده ایستادم مگر پارته پارتاو رو همین خیلی با ترتیب برده میمونی؟ با ترتیب نموندگی اونجا پرتو برده اونجا موندگی. برادر ویدیو داشت ویدیوش رو تو تماشا کردگی هستی چی در کار مردم رو به گول میاندازی؟ تو همین ضد جناب و ضد همین پون همین برادر عزیز من ضد جنابت بسیار گم میزنی. من برادر عزیز با جنابت یگان خصومت شخصی یگان خیلی مشکلی ندارم. جنابت خادم من است، خدمت من نکرده ایستاده است، کردن نتوانسته ایستاده است، رسورسی کاریش تمام شدگی است، پیر شدگی است. او یک رئیس کالخوز بود. حاضر ما در عصر 20 کیم او رئیس کالخوز عصر 20 بود، عصر 20 بود، آخر عصر 20 بود. حاضر ما در عصر 20 کیم. من پرزیدنتی تصوراتش فهمیشش جهانبینیش عصر 21 رو میخوام. در مکتب عصر 21 تحصیل دیدگی باشد، عصر اینترنت باشد، عصر سرعت باشد. او پرزیدنت بغیر سلفی او فهمیشش تمام برکش های میتوانستگیش میدونستگیش همین قدر است که با تربیت سلفی کند، با کدو سلفی کند، با خربوزه سلفی کند. همین قدر به فهمیشش میرسد. خلاص من چیکار میکنم اویه؟ و پرزنت تو یگان پرزنت هم نداری. تو خوین وطنی تو وطن داشتی نداری. بیا ما ممکنه خطی مو گرزنه خلاصه خطی شهرمندو گرزنه خطی مو گرزنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون شخصی که حوض شما پیوست شده که در برنامه نه ای آواز ما خوب آمده است. دوستانی که به استودیو پیوستگی هستن میگوین که شما آرام باشید، ما با این نفر گپ زنیم. مرحمت گپ زنید. یک بار دیگه با این شخصی که حاضر به شما پیوست است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکم چی گفتنی هستم برادر عزیز؟ شخصی که وقتی یک طرفدار است، وقتی طرف است میبرد نفهمیده ایستاده برادر، نفهمیده ایستاده شخصی که نگاه کن ما بلند گپ زدن. نگاه کن چه بلند. نگاه کن شخصی که یک طرفدار رحمانوف است، یک طرفدار حکومت است. من تو حکومت میگه طرفدار رحمانوف شکلی که چی رو تکرار کن بخشش. این برادر گپش من آخر نگاه کن طرفدار رحمانوف هستی. فهمیدی طرفدار رحمانوف هستی ها؟ بله طرفدار رحمانوف. با چی چوکات است؟ با برآمده روی رو شد. از کجا هستی؟ نامناسبت کردی طرفداری کن. اون وقت ما میدونیم که تو طرفدار هستی. برآمده در استودیو وقتی من طرفدار اکای شوکت هستم برآمد کردیم. من در کافی گفتم تمام این خوینی وطنی یکان دلیل اثبات یکان چیز نداره. خوینی وطن معنیش گپ زنه چی است؟ اکبر گپ زنید. اکبر سلام علیکم. رفتم هموطن خدمت. اکبر بفرمایید. رفتم بچه 30 ساله 25 ساله را کشتم. اکا 20 سوالی من در جواب داد. خوینی وطن چیکار کردم؟ رفتم پولا را غارت کردم بردم در دیگه دولت موندم. مردم از ظلم کردم، مردم از زمین فروختم، با زمین گرفتم، مردم فریب کردم، مردم موجود کردم. من خوینی وطنم. چیزی اندیشه خدمت بیان کردم وقتی درد دل مردم گفته استم. وقتی فرزندی من دیگه در تاجیکستان ژورنالیست شدم. برادر که از واتساپ زنگ زده تو کی گفته گپ نزن؟ من شهروند کامل حقوق جمهوری تاجیکستان هستم، کرامت انسانی دارم. تو شهروند تاجیکستان نیستی آخه چون میگین شهروند تاجیکستان؟ برادر عزیز تو بی تحقیر گپ زن. من تاجیک شهروند جمهوری تاجیکستان هستم، شهروند کامل حقوق هستم. از روی کنستیتوسیه من حق گپ زدن دارم، حق تنقید کردن دارم. خرشو پارلمان تاجیکستان هستین؟ بله. بعد چی با اومده اپش گام نمیزنه میری از دور گام بزنه؟
تو به من این نترسد نحراسد برایت بین مردم گپ من نگوش کند. حالا تو جنابت گو که پیش مردم اومده گپ میزنی گو جنابت گو که 20 سال اخیر کی پیش روزنامه نگارا برآمده گپ زد؟ کی 20 سال اخیر کی پیش روزنامه‌نگارا هر روز برنامه میکنن، برنامه آزاده به ما میرن. تو در تاریخ 20 سال اخیر تاجیکستان یک مثال بیار که رئیس جمهوری کشور مثل رئیس جمهورهای دیگر کشور نشست مطبوعاتی دایر کرده باشد، پرس کنفرانس دایر کرده باشد، به سوال روزنامه‌نگاران جواب داده باشد. تو یک تا مثال بیار و ایزارش تر میشد پیش مردم برای دو. تو من گپ زده استودی حاضر مردم گفته استوده است که من خیانت کردم زمین بدخشان رو فروختم به خطای. زمینش که بهش که نفروخته شما چو کرده هم تو سپرده است، هم تو سپرده باز باید بدتر است. اقلا یک سوم میگیرید برای ملت، هم تو پدرکه کرد چیکار کرد؟ فاکت دلار در کورین کربا فاکت دلار تو مسائل تاجیکستان رو میدونی چیکار؟ اکای شوکت 93 فایدهش کو از مطالعه تاجیکستان. من گفته کوره ما مساحت عمومی تاجیکستان چقدر است؟ نمیدونی باشد. خوین هم وای خوینی هم در تاجیکستان بودگی مساحت کشورش نمیدوند. یک خواننده صنف چهارم باید دوند میبرد خوینی. دلیر بفرمایید. اکای شوکت من با قطعامی گپ زدنی بودم نشید. من فقط صدایش رو خاموش کردم. میخوام میبردونم. همه برادر چی را میدونید باشه؟ چی او بادی را دیده باشه در هم تاجیکستان؟ یک صنف چهارم باید مساحت تاجیکستان رو بدونه. مساحت تاجیکستان رو نمیدونه. الو منو فهمیدی؟ بله. من یک همین خطای جنابم بگم خطایش چیه؟ همین شعور سگوره فرایش کرده. یا خطایش همه که شونه برای شوتون بود نصف میکرد. نفهمیدم. خطایش همه که میگم شونه بود برای شوتون نصف میکرد. آخر کارده ایستاده است که یک تا برده ریس کرده ایستاده است که ما پایده ایستادیم کبر ریشیم موی خوش میکرده. او ازی کارش مگر همین کارو نکرده ایستاده است؟ شونه بود برای شوتون نصف میکرد. همین کارو نکرده ایستاده است؟ آخر او پرزیدنت است، یک باندیت است. همین کار کرده ایستاده است. از اینجا دوزده برده ایستاده است، از اونجا دوزده برده ایستاده است. اینا کشته ایستاده است و یک کشته ایستاده است. به این منطقه لشکر میکشد، به اون منطقه لشکر میکشد. همین قدر کار از دستش اومده ایستاده است. موچ کار کند. حاضر زورش رسد. همین پای موی به زمین رسیدن نمونده و گرفته میبرد به تاجیکستان. هر روز ویزیف دارد، هر روز فخری دارد نماینده هاش در همین کشوری که من زندگی دارم. همه را به ما بگید. تاجیکستان یک بار جنگ شد بس است دیگه نمیشود جنگ. خدا دیگه نمیشود. خاطرت رو جمع دار. دیگه جنگ نمیشه. خاطرم جمع از خدا خواهد. دیگه جنگ نمیشه. هم تو میگیرن میروند دفش میشن ان شاء الله. اول خداوند بوله سر متاسم من که خاطرم جمع است یک بار. خب من با شما برادر عزیز نمیتونم وقت بسیار صرف کنم چون که اینجا نفرای دیگر میخوان صحبت کنن. اکبر من به شما سخن دادم گپ نزدید. اکبر بفرمایید. اکای شوکت سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آی خوین همجاه؟ نه بیاید اونها مربی ما نیستن، یعنی اونها معلم ما نیستن که اونها چه خیل گپ زنن ما همه خیل گپ زنیم. او خوین گفت خودش خوین. آی خوینی همون ملت یک در دنیا ملت میگردن هم خوین همون پدرنالتو های ملت بیاید با تاخیر گم بزنن ما هم در همون زینه تو به همون زینه پایین نفراییم. انا همون خوینا امروز حساب مردم زندگی کیف صفو کرده گشتن. انا همون خوینا امروز پورا خورده گشتن. انا همون خوینا امروز جید دارن گفته همون روسو. انا همون خوینای ملت. انا همون خوینایی که در کشورن که اینو ملت استفاده میبرن لیکن در اصل خوینی ملت انا همین آدم‌های. انا همین آدم‌های میگه که تاجیکستان 100% لیکن قریب
40% مردم تاجیک در شهر روسیه در غریبی در بدر و خاک بر سر یوخم روسیه رفتی کورا تکیم بیو خونه باشین برید گوش که مرا خوین ما میگیم که رشد قطعی خطا خوین فهمیدی خوین تی خوین تی شرط نکنیم خوین تی والله میگم خوین تی شرط نکنیم که تی یک پوراخری بله دولت فروخته که ایمانش هم میفروشد امام رحمان دولت فروخت یک خوک کشور دخیل داد ایمانش هم فروخته که است تمام درست جناب تاسیس اکبر یگان الوه دارید شما کسب کار فقط برادر عزیز 7 پشت تا کسب کار جمع کنی به کسب کار من برابر نمیشود خاطرت جمع دار تو کیو کلی به سوادی همه به خوین ملتی خوین ملت آخر سوادت همین قدر که اقلا مسائل تاجیکستان چقدر نمیدونی رنگ یک صنف چهارم سواد نداری هم سگای پشت یگون تا سواد دور نیستن آخر از تو به سوادتر بوده که اصلا اقلا مسائل تاجیکستان رو میدونن چقدر است این هم خوینا را برسون که هم خوینا را ان شاء الله دول گنا میرم خدا خواهد آخر گوش کن اقلا به سوادتر اقلا مسائل تاجیکستان رو میدونن آخه من چیزی نمیدونستم اصلا دل نمیتونم بگم خیر آخر مکتب نخوندگی باشی چی رو میفهمی خیر خدا و شکر مکتب خوندگی اقلا مسائل تاجیکستان نمیدونی تو حاضر اینجا برآمدگی هستی تو اینجا برآمده برای دفاع تاجیکستان گپ زده شدی تو نگاه کن تو فکر میکنی مثلا گریم فرض کردیم مسائل تاجیکستان 143 از 1000 کیلومتر کوادراتی بود حالا 141 شده است این رحمت حالا این 2 کیلومتر دیگر این 2000 کیلومتر کوادراتیش کجا شد من اکنون رحمت در پدرتون من شما برومدم که سوال دادم که اگه بناخزی من گفتم که شما چو باید قمیزه دی جناب وزی دولت گم بزنه نه پرامل نه برادر سوال دادم من جناب ندارم برادر این جناب توی است نفهمیدم من پرزیدنت دارم پرزیدنت کشور تمام خیلی پرزیدنت دارید فهمیدم زیدی پرزیدنت گم بزنید زیدی دولت من زیدی پرزیدنت گم نمیزنم برادر عزیز تو خیلی طرف مغالطه نکن حالا صبر کن من زیدی پرزیدنت گم نمیزنم من درباره خطاگی های گپ میزنم که به اندیشه من اگر این خطاگی ها برطرف کرده شود تاجیکستان هم پیش میرد این خطاگی میتوند صبر کن این خطاگی میتوند پرزیدنت دست به این خطاگی دست ند میتوند وزیراش دست ند میتوند خادماش دست ند میتوند کسانی دیگر هر کسی باشد اگر به این خطاگی دست زد من حق دارم همچون شهروند کامل حقوق جمهوری تاجیکستان گپ زنم که این کار خطا است حق دوری دیگه دولت گپ زنی پیش اومده گپ زن نمیتونه جناب تگو دل گرده به من روبرو شدن داشتگی باشد من همین روز میروم او میترسد او به من روبرو نمیشود روبرو شدن نمیتوند یک بار اگر مرد باشد 10 تا ژورنالیست جمع کرده یک بار نشست مطبوعاتی برپا کند من پگیروز خسته میرم نمیتوند 20 سال باز نکرده است ژورنالیست دو تا یک تا ژورنالیست در گروه 24 داخل شدن کو برای اول ژورنالیستان موضوع تو افسانه نگو من دیگر چیز گفته شدم تو گپ به دیگه جور نبر گوش کن اینجا من به تو بحث مردکچه کرده شدم نگاه کن من گپی زدگی به جواب تی رئیس جمهور باید هر 6 ماه یک مرتبه نشست مطبوعاتی دایر کند نشست مطبوعاتی دایر نکردنش جنایت است حاضر 20 سال باز 40 تا جنایت دایر کرده است 20 سال اخیر ماکس مینیمم رئیس جمهوری تاجیکستان محض به خاطر نشست مطبوعاتی برگزار نکردنش و گزارش ندادنش و به سوالهای جامعه شهروندی جواب ندادنش 20 سال باز 40 تا جنایت صادر کرده است همین جنایتش اگر یک سال باشه 40 سال پشت پنجره زندان میشد تو فهمیده ایستادی من چی گفته ایستادم این پرزیدنت نیست این از پرزیدنتی گذشتگی است این باندیت است و اگر واقعا قانون رو رعایت میکرد با زور
گوش کن من یگون کس رو تحقیر نکرده شدم من پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان رو باندیت میشناسم یعنی عملکردهایش رو عملکردهای باندیت میدونم عملکردهای رئیس جمهور نه رئیس جمهور نگاه کن برادر نگاه کن رئیس جمهور حق ندارد که گوید که مایلش چیکار خواهی کنی به سیاست کردار نشود شهروند بعد از سنش به 18 سالگی رسیدن باید به سیاست کردار شود این رو قانون معین کرده است چی حق دارد رئیس جمهور که برای بگوید که به سیاست دخالت نکن شهروند گفتی که باندید گفتی اگر باندید میشد همه قرفته صغیره خونه میکشد همه یتیم خونه میکشد در کجا صغیره خونه شده است در یگان جا به یک صغیره خونه امامعلی رحمان یک خشت ماندگی نیست کوفته برام میابی او خیر با فرمان عوض شد با فرمانش هم شدگی نیست تو خیلی تو دروغ میگی ایمان داری چه دروغ میگی اوه مسلمان تو یک تا صغیره خونه رفته دریافت کن که در همونجا چی میگه تحقیقات گرفته بر که یگان سهم همین رئیس جمهور در همونجا وجود داره یا نه از کیسهش این رئیس جمهور مبادا مشکچینی آش به نسک بخورد یک تا دو تا نسک که حل نشده از آشپزانش خارج شود از درونی گوش گرفته بازگشته میخوردی تو اینه میگوی این صغیرخانه میپوشد عمیق مکتب کشون عمیق صغیره خونه کشون چشمای شما کور است نمیبینتون برادر عزیز در کجا شکایت باشه که شوکت همی گپ زنه و در کجا شکایت باشه یک بار همجاش گپ زنه که ما بفهمیم که نمیدونه این افرادی تاجیکستان نمیدونه بعد خیلی میدونه جغرافیا تمام خوندگی نیستین چی میدونه که جغرافیا پرزیدنت دادم پیش سه میمون تو کجا اومده گرزه سایت بیار فکت دلیل بیار که پرزیدنت تا همه کار کرد ما باور کنیم مخیط کجا اومده گرزه سی میمون بله همه وارد اسم که همه خیلی کار کرد در کدوم دلیل تا گرزن که در کدوم شهر نوریه ساختم و صغیره خونه را در کجا یاردم کرد در کی یاردم کرد در دوشنبه کدوم صغیر خونه در دوشنبه کدوم صغیر خونه در پیش کلخوز روسیه کی شد کی شد رفته بین برادر عزیز همین صغیر خونه هایی که با لنته با قیچی سرناکش رفته لنتهش رو میبرد این مضمون اون رو ندارد که رئیس جمهور در اونجا صغیر خونه شده است این نگاه کن یک توالت رو صاحبکار میسازد این باخبر شود قیچش رو گرفته میرود این مضمون اون رو ندارد که همون توالتی صاحبکار ساختگی رو رئیس جمهور ساخته است شما یگان کارو بگردن نمیگیرین که هم کاری منو بگردن گپ منو بگردن گیرین همین قصول در دوره سیوز در رای دوشنبه خوجان تونل نبود ما اواری هم شدن حوض تونل شده اینا کی کرد این هم گویتون ها برادر ما در همین باره گپ زدیم ها همین رئیس جمهور همین رأی که به بودجه کشور شده به قرض مردم از خطای شد خود پولش زده گرفته شده از دخترش کتی اوخه همین راه کرد اوخه همین راه کرد نکرد است کی کرد است نکرد است پول مهاجرت دادن پول مردم کتی دیگه کرد دنبش از همین کرسلوی چش نجوم منتظر چیکار کرد این نکرد است این چی میگویید فهمیش ادم رام در گوجای یک از یک توالت پوشتگی باشد جنابت کردی یک ذره امام داشتی در بدن یک ذره امام داشتی قویل میشدی تو آخر گوش کن در گوجای کدام یک سرتراش خونه پوشیده است حاجت خونه پوشیده است جنابت پوشید می این خیلی نمیشه آخر یک فهم فراست هست می من تو بعد دلیر رو ورسوم دلیر همه ورسوم تونلی انزو و کی شد هیچ کس نکشد درست نساخت ساخت نگو فقط نه گوش کن ایران قایچی درست ساخت نگو نکی ایران ساخت آخه تو میگوی یکیش خطای ساخت یکیش ایران ساخت گوش کن یکیش خطای ساخت یکیش ایران ساخت این امامعلی ساخت نگو همین ایرانی و همین رئیس جمهور نمی آورد که اون کس یکون پرزیدنت آوردگی بود تو همین دینه تو همین راه شدن کدوم پرزیدنت آخر دیگه رئیس جمهور ندید امروز 30 سال بود میگفتم ما آخر دف شود یک بار بینیم رحم ما نکن 30 سال بود دیگه رئیس جمهور ندیدیم
نه دیدتون رحمان ندیدیم 30 سال بود همین 30 سال بود دیگه رئیس جمهور ندیدیم اون رحمان نبیف قاهر محکموف دوره گذشته بود با چی با اونو نکردن برای با اونها شانس داد رحمان نبیف بیچاره رو همین امام علی رحمان فهد همین فرانت خلقی او خیلی تو سوال چی با من در سری پوری نکردن در سیوز بود تیمبولی چی با نکردن را نکشودن و نموند همین فرانت خلقی قطعی همین امام علی رحمان قطعی سانگا کش و پانگا کش نموند و اینجا بورا میگه که نمون میگه دید با سوال تو میتی میگورین شما میگیم همین تو هم تو درستش همین تاریخ خون آخر خود تو کوب سواد باشی من گناه گورم یک تاریخ نمیدونی جغرافیا نمیدونی هیچ نمیدونی میبروی کلی مردم من میبخشی من برادر عزیز من با فچ برنامه گذراندنی نیستم من تو رو قطع میکنم برادر عزیز چونکه چندین نفر از واتساپ زنگ زدن این بچه واتساپ بند است بعد دوستان خفه میشن که چرا با آنها من نوبت ندادم اینجا چند نفر دیگر در اینجا ایستادن من با آنها نوبت ندادم من یه چیز قدر چندین نفر ایستادن انا برای همین یک به یک به شما نوبت داده می شود من این نفر رو چی می گفته باشد بویی الو دیدی خدا من قد نکنی وقتی سوال نه برادر من با تو یگان گفتنی دیگر داشته که باشی مستقلانه گپ زن من تو رو قطع میکنم برای اون که مستقلانه سوال دادم برادر سوالت هم اینجا سوال من به تو میتیم گوش کن یگان درباره همین موضوع همین روزه یگان فکرت اندیشت باشد گرچند که ضد اندیشه ما گرچه که او اندیشت به اندیشه ما راست نمیگیرد گپ زن من گوش میکنم اما این رو دونستم گوش کن حاضر در سیم حالت بفراساتیت رو خودت ثابت کردی من یک ساعت درباره موضوع گپ زدم تو گفته شده که موضوعات رو بگو با تو من چه بحث میکنم برادر عزیز یک ساعتی رسو من موضوع رو کشیدم گپ زدم سواد نباشد اگه جو خیکو این میبره میگه که موضوع تا گپ زنه اول نه خیلی بی‌سواده در سر خواهش میکنم که دفعه دیگه باز به صحبت روبرو شویم چون که بیادبی نکنم من بلوکات میکنم خواهش میکنم زنگ نزن اینجا یک نفر با نام بی بی سی از همه پیش وارد شده که بودن ایشون ما وارد من نوبت ندادیم شاید رنج دیگه باشن برادر عزیز اگر چی باشه خواهش میکنم وارد شوید ان شاء الله حتما به شما نوبت میدیم عبدالشکور بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام و رحمت الله و برکاته خوب هستین سلامتی خوب است تشکر به شما برادر عزیز سلام درود به بینندگان شما اکای شوکت من پیشنهاد دارم در مورد هم خیلی آدمایی که انا میبروین صحبت میکنن خوب است ولی یک بار مرد شده بیاین به همین چهره باز دفاع کنن خیلی خوب میشود به فکرم بله چون حق را وقتی دفاع میکنی وقتی صحبت میکنی از نومی کدامی یا که طرفداری کسی هستی و حتما تو را حق میدونی مثال طرفداری حق میشماری وقتی شما حق میشماری بیاین حق را با چهره باز با فهمش پرا با معلومات بیاین دفاع کنین این خیلی در پشت تلفن شیشته یا که چهره تا باز نمیکنی یا که من نمیدونم نام مستعار میمونی از همین نام مستعار موندن از همین که چهره تا باز نمیکنی یا که نشان نمیدی به مردم و دفاع از یک حکومت میکنی از همین معلوم است که تو در باطل هستی جورا تو طرفداری باطل هستی و باطل طرفداری داری و همین خاطر رود نمیشه که تو را چهره تا مردم بشناسن این از سبب اساسی اگر شما حق باشید مرحمت بیاین روی با چهره باز دفاع کنین این حق شما است این کانال من یا که از اکای شوکت از مردم است بروین با چهره باز با معلومات پرا بروین دفاع کنین از طرفدار کسی هستین ولی فقط با چهره باز چون که شما از یک مرد
دفاع کردین که 30 سال باز شد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. ولی همین در همین مدت 30 سال من در از شهر خودم که در شهر نورک هستم زندگی میکردم. در همین مدت 30 سال در شهر نورک یک بار اومده بود، من همونجا بدن اومده. دو چیز شد. یک تا دوزنده، فابریکای دوزندگی شدن در همون وقتی اومدنش، قیچی سحر کش در دستش. انا یک تا بازار نو کشودن. بازار نوی که کشودن من 100% میدونم که یک تین زردگ از کیسهش رفتگی نیست. برعکس صاحب ملکی او بازاری که کشوده کش مجبور از دستش یک مگزین گرفتن. با رفتک در یک دو کرپیچنی زواد کشوده بودن، از اون با یک چند تا تکنیکه گرفت برای قیچی سحرناکش. اومد خاصیتی بعدش در سرش بزنه که خدا بگیره کروشه. اومد فابریکای دوزندگی را کشود. فابریکای دوزندگی را بگو همین انسانی که از دفاع کردی برای برحال همون فابریکای دوزندگی را بین چه حال دارم اونجا. تمام هم یک هفته نگذشت همون فابریکا تمام شد کارش هم خطی. شما میایین از یک کس دفاع میکنید، چیزی را که مردم میدونن، چیزی را که مردم دیدن بچشون، چیزی را که مردم نورک دید و مردم نورک دید که چی شید. اومد از چی را انا راه ساختک میگه، راه شهر نورک در یک 18 کیلومتر به فکرم ساختن. همه اکثریت صاحب کارا را گفت که شما بسازین، این طرفش هم من میسازم، که کساش میسازه این طرفش، همون طرفش همون صاحب کارا ساختن. این خیلی ساختگی هم راه را همون راهی که پلکی ساخته کش میگه، همون راه در کار نبود. اون میدونیم میلیاردات جمع کرده سیان. هم خیلی راهی که پلکی باشه همه میتونن بسازن. و خیلی یک بار صرف کد 10 سال جمعش کد، یک بار رسخوت کد 10 سال دیگه پلش جمع کد بگی در کیسه بزن. حالی هم همون راه موافق طلبات حاضره جوابگو نیست. هر روز ترمه خمیده است، هر روز بند شیده است. او پل جمع میکنن در کجا؟ برای چی؟ یک ترمه میخمه چند قد مردم وفات میکنن، کی به جانی ما جواب باید بگه؟ شرکت رئیس قبرستان باید جواب شد که بخیر اون مردم فرزند داشتن اونو که مردند او ترمه. جوابگو باید همین شرکت باشه یا نه؟ جوابگو باید رحمونوف باشه یا نه؟ اکه شوکت آواز نیومده سه. یک نفر از واتساپ زنگ زده شده است برادر عزیز، صداش رو گوش کنیم. نفری که از واتساپ زنگ زده شده بفرمایید. الو سلام علیکم اکا شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. سوز خوبی اکا؟ تشکر به شما. همین چاپلوس برآمد یا که همینجا؟ آخر از جایی که زنگ زده شده بود شما زنگ زدید. او رو خارج کردیم شما زنگ زدید. آخه همون برای نمو یک چیز ما زنگ زدم پوش که استابودم برای نم تونل میگه برای چی میگه؟ بله. برای هم تونلش زنگ زدم آخه تونل برای خیش تاورش برآوردگی همه را مناپولیا کردگی. کیه دام تونل کو یگون بیزنس میکنه یگون چی میکنه تونل برای خیش تاورش برآوردگی. که اگر هم چاپلوس گوش که استا باشه همش از مناپول خیش تاور مذاب نکشه گفته با هم راه برو بیویا. چاپلوس عقلش نمیگیرم خدا. درست. سلامت باشید برادر عزیز. خوب رحمت. تشکر زیاد. دوشنبه بفرمایید. دوشنبه هستید؟ دوشنبه گام بزنیم شما. استیفا رحمانوف. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. زنده باشید بفرمایید. ورا شاخه کانال نام وی کاری بو هل اشی نبودیم. من بودم که سلام علیکم خاطر خدا
برکت اونجا باخره تشکر باشه جدا باشه خدا نگهبان تماشای چوپروس هم با من چوپروس برام بسیار کار من بسیار برکت زنده باشید در پناه خدا باشید تشکر برادر استفا سلام علیکم استفا باش زنده باشید امونو عبدالله بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اکا سوزی تنجی خوبی تشکر به شما چی گفتن هم چوبروسو پاد چی با همی رستام نامه بروی از کی نمو چی نمیدارن نمو دیونا کیگاش اسماعیلش بچوش نامه بروی پشتی همی وطن فروش خوی نمیلاد بروی گاب زنه شمو میبروی گاب میزنه ایزا نامه کشیم چی با کی نمو رستام پدرنالت یا که پدر نامه بروی گاب نمیزنه یا که اسماعیل نامه بروی پشتی با بوش گاب نمیزنه بدبختو دیونه شما چین شما که یک خوتیل های ممالی یا سگای یا وطن فروش های تونل سوز که ایسومی کی سوز که هم زنده باشی رحمت کار نکن برادر عزیز یک نفر از واتساپ زنگ زده شده است گوش کنیم همراه الو الو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بسیار گپای خوب میزنه که در حقیقت ما طرفدار شما سلامت همه مردم ما همه عموما همه خلق تاجیکستان همه چوپروسان همه عادت کردن که در همه دنیا میگه مهاجر هست در همه دنیا کروپسی هست ما همه دنیا نیستیم ما با دنیا کار نداریم ما با وطن خودمون کار داریم لیش نما میخوام در تاجیکستان کروپسیا نباشه پرزیدنت یک عمره نباشه دزدی نباشه من چیکار دارم با ازبکستان و که با افغانستان من برای وطن باید مثال میزنم در تمام دنیا مهاجرت است در تمام دنیا کروپسیا است من کارم با دیگرو چی من کارم با وطن خودم است همین چیز غیر قانونی است باید در وطن من نباشه این غیر قانونی است باید که در وطن ما تماما نباشه بله درست است اینا این خوبشون با آب میگن که در تمام دنیا کروپسی است در کدام دولت دزدی نیست برای من چی در تمام دنیا باشد در دولت من در تاجیکستان نباشد دزدی تمام این توچکا من برای همین مبارزه میبرم تا دمی پسلید نفسم درست 100% با شما موافقم سلامت باشه زنده باشه تشکر زیاد برادر گپ کانکریت نشمین درست می عبدالشکور یک نفر گفتن که رقم واتساپتون رو نمیابم همین رقم واتساپی که همینجا نوشته شده است همین رقم واتساپ است پیروز 48 739 564 719 از همه عجایبش چی است میدونید عبدالشکور رقم واتساپتون رو نمیابم گفته به کجا نوشتم به رقم واتساپم به رقم واتساپم می نویسن که اگه من رقم واتساپتون رو نمیابم گفته نوشته شدم بسیار عجایب مردم هر خیلی میشه بسیار من عبدالشکر شما یک چیز رو پرسیدنیم حالا در همین کشورهای اروپایی چند سال باز شما مهاجر هستید مثلا چی در همین کشورهای اروپایی چی تجربه های دیدید که میخواهید در تاجیکستان همین پیاده شود اول تجربه میخوام که پیاده شود این حقوق کودک است ما مثلا در همین دولتی که ما هستیم یک دولتی بگیم از لحاظ اقتصادی شاید در اروپا خیلی اقتصادی کم داشته باشد لیتوا ولی حقوق کودک
خیلی بلند است. مثلا بگیریم همین روز من دخترچم از بلنیسه برآوردم. مهم که باید در قید باشد. بینید 2 روز در بلنیسه خوب بودن ولی یگان تین نگرفتن از ما. قطعی مادرش خوب بود. نه پول گرفتن، نه پولی دوا گرفتن، نه پولی وراج گرفت، نه در درآمدش مشکل دیدیم. فقط یک زنگ اسکوری اومد گرفت برد و همین کودک هم تو سوز نشیدنش و تو باور نکردن که کودک معالجهش به کمال رسیده است و مریض نمیشود دویم باره جواب ندادن. حالا که مثال در تاجیکستان بیاین یک بار مقایسه کنین. امین رحمانوف که 30 سال پرزیدنتی کرد، در 30 سال چی حقوق به همین کودک داده است؟ حداقل میلش به کلونو حقوق نداد، میلش به پیرانسالو نداد، پیرانسالو را قتل کرد. ما خوب دیگه به زنکا حقوق ندادن ولی به همین کودک اقلا حقوق کودک رعایت میکردن. این یک. دیمش هر یک کودک در اینجا موافق قانون همینجا حق دارد که از حکومت به او پول جدا کرده می شود تا 18 سالگی شد. در تاجیکستان چرا این نیست؟ چی ما کمبودی داریم؟ حالا همین لیتوا یگان چیزی یا که گیس یا که مثال کوهی که داریم در نوگوف 93% در تاجیکستان کوه هست، اون بایگریایی که در کوه هست اینا ندارن. اون را چرا اینا میتونن؟ برای چی اینا همون قوت اقتصادی که هست همون را اون میتونن به مردم برسونن؟ چرا اینا میتونن و یا نمیتونن؟ برای که اینا عدل انصاف دارن. اینا حداقل مسلمان هم نیستن ولی همون عدل انصافی هست همون را دارن. همون انصاف و عدل که هست به همون خوردن میرسه، به کلون هم میرسه، به پیرانسال هم میرسه، به کسلی هم میرسن. انصاف باید بریم از اینجا، عدل باید از اینجا بریم، از همین دولت های اروپا. دیکتاتور را باید دفع کنیم از اون مبین، بعد آباد می شود. آواز نیست که زنگ واسط رو قبول کنیم. الو Да, вы меня слышите? الو Алло. گوش میکنیم шумо ро. Я буду на русском разговаривать. Да, пожалуйста. Говорите. Абдушукур, салам алейкум, брат. Алейкум ассалам рахматуллах. Я пытаюсь к вам попасть через YouTube. У меня там написано Душанбе, но почему-то у меня показывает, что вы меня заблокировали. Нет, не будем заблокировать. Вы попали, но не смогли этот. Давайте я заново. Давайте. Что там говорит? Давайте попробуйте заново. Давайте, ага. Угу. خلاص که اکای شوکت این چیزایی هستن که باور که واقعا وقتی میبینی دیگه دولت ها در آبادی وقتشون خوش است استراحت میرون. تاجیک به غرض همین حکومت دارایی که دزدی میکنن کدوم تاجیک به استراحت رفتگی است؟ گفتیم همین یک کم سرشان درد کند استراحت میرون. بیچاره ملت استراحت ندیده است. نمیبینن باور کنین. خیلی مشکل است. خیلی مشکلات بسیار هستن. از گگر که بگویم پر از مشکلی است، پر از درد است، این ملت باور کنین اینا به جای رساندن که دیگه به فکرم که اگر حکومت نو هم بیاید خیلی مشکل است که این ملت باز دوباره برگرداند به اون
توجیکی حقیقی که ننگ داشت، ناموس داشت، شجاعت داشت، دلیر بود، دفاع از اویله و زن و فرزندش میکرد، به اونجا را رسوندن. با خیلی چندین سالهای دیگر در کار است که به این ننگ و ناموس و به این ملت و فرهنگ تاجیکی رسوندن. فکر میکنم که چند سال دیگه در کار است که تا اینکه مردم به اونجا برسونیم. ولی خیلی متاسفانه. ولی برادر یک چیز را فراموش نکنید که آیت قرآن است: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچگاه قوم یا که ملت را حالش به حال دیگر نمیگردونه مگر اینکه خودشون حالشون از حال بد به حال خوب نگردونه. اگر ما تو خودمون کوشش نکنیم، تو ما خودمون دوام ندیم و تو ما خودمون صاحبی فرزندامون صاحبی نکنیم، ملتمون صاحبی نکنیم، خونه و درمون صاحبی نکنیم، زمینمون صاحبی نکنیم، برای ما یک کس دیگه نمیوه ایره هدیه نمیکنه. خداوند گفته است که ان الله لا یغیر ما بقوم. خداوند هیچ وقت قومی را تغییر نمیده، حالش به حال خوب نمیگردونه مگر اینکه خودشون بگردونه. Алло, салом алейкум ва рахматуллоh. علیکم السلام و رحمت. اکای شوکت ما در وقت نماز شد. 5 минут. 5 минут. Акай Абдушукур, салам алейкум. Привет вам из города Нурека. Хорошенько слушайте мой голос. Вы меня очень хорошо знаете. Но я просто в качестве своей безопасности хочу на русском разговаривать. Пожалуйста, я тебя слушаю. А этот, Абдушукур, ты меня не узнал, да? Привет из Электрона. 18-го дома. Да, был. Я там жил. Мы были соседями. Может, брат. Очень близкими соседями. Хорошенько слушай мой голос, ты должен меня узнать. Я долгое время пытался с тобой связаться, но никак не смог. Ну ты мне найдешь в Фейсбуке, брат. У меня есть аккаунт, свой аккаунт в Фейсбуке. Мы были очень близкими. Хорошенько подумай, брат, сейчас ты узнаешь, и ты спрашиваешь, как у меня дела. Хорошо, я тебя узнал, брат. О, машаллах, машаллах. Я тебя хорошо помню уже. Как сам, брат? Как сам? Альхамдулилlah, брат. Давай, брат, мой аккаунт, зайди в Фейсбуке. Манонов Абдушкур написано. Ты можешь там написать и можем там связаться. Я там тебе напишу. Хорошо, брат. Просто у нас сейчас время намаза, брат. Я очень спешу. Ты можешь там записать. Я напишу тебе. Хорошо, я буду ждать. Окей. Давай, брат. صداد نیست که شوکت عبدالله بفرمایید. سلام علیکم اکا. ای برادر حقا گفت مقصد که اکا ما همه شهر رو دم گردیم، چندین شهر همه دونیم. سگ پشیک شکا اوزاده، سگ پشیک شوزاده اکا شیروحات میکنن. نه شما گوید که سگ گربهش از ما حقوقش بالا است گوید. حالا همین روز برادر عزیز در بیت همین گپم رو بعد از اینکه همین زنگ واتساپی رو قبول کنیم نگاه کردن ایستان. الو زنگ واتساپی گپ زنید. السلام علیکم اکا شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا شوکت جان یک چند سوال داشتن. سوال یکیم همین که شما فکر عقیده خودتان نسبت الکسی کازاک و نسبت میرمبی شریفزاده بگین. دیگه گفتنی هستم که اما مردم که هم لایک های خچونه بمونن. اینا می 2000 3000 مردم تماشا میکنه، لایک موندگی نیستن. 80 نفر لایک موندگی
وقت متروی تماشا میکنی لایک نمیمونی چی در متروی تماشا میکنی رو یکون چیز دیگه تماشا که لایک نمیمونی دار آمدی تماشا کردی уже تو پرستوپلیانی در خوشی уже دل جنایک شده گیتن او بازواره همون لایک هم بمونده برادر عزیز حالا گاه من با خاله مریم شریف زاده در برنامه صحبت میکنم با برنامه ما هم وارد میشوند فکر اندیشه های خودشان رو میگویند من تقریبا 50% به اندیشه ایشان اما برنامه های الکسی کازاک یک دو بار وارد شدم نگرانی من از خودی الکسی کازاک نیست نگرانی من از اون نفرانی هست که در برنامه او شرکت کرده سخنرانی میکنند و در سخنرانی هایشان بوی جدای اندازی ها بوی تاجیکستان رو تقسیم کردن ها می آید و از این پروا ندارن من از این بسیار در تشویش هستم و باز تشویش من این است که ببینید الکسی کازاک اگر شما اهمیت دادگی باشید برنامهش پولکی است یعنی از همین از سرشوی برنامهش همین یعنی نیمی گپ در همین اعلان روی همین نوارش پر کردگی است همه این اعلان پولتی است همین مردمی بدخشان وارد میشوند و چندی از همین هموطنان ما وارد میشوند به همین دونتی الکسی کازاک پول رو خالی کردن میگیرند و همینجا در همین برنامه من یگان فایده منفیت به ملت تاجیک و تاجیکستان ندیدم آشکارا میگویم از خودی همین الکسی کازاک که شاید یگان نیتی خوب داشتگی باشد شاید میخواد از حقوق مردم بدخشان دفاع کند و بسیاری از رویدادهایی که در بدخشان شده ایستاده است میخواد روی آب برارد و به گوش جهانیان بشنواند شاید یک نیت خوب داشته باشد اما تو این حد که به سیاست تاجیکستان آگاه نیست بردی برنامهش من راضی نیستم اکا شوقت جون زایت ممبر بخشش گام بزنم عادل چیکنین برای مردم که پامیرچی میگه مردم هم جدا میکنه پامیری و پامیرو رای خطلانی و قرغانی و خیلی جدا کیس است و یا ملت پرستی کیس است و خود چون پرابلمای چون کمی میکنه که با پرابلمای ما دلیزت میکنه برای چی در وقت ارمنیا کاتیگ وای آذربایجان جنگ کردن جنگ هم خیلی رنگ ما عملی کش مردم پامیرا و چی نه برو مردم کیرا آذربایجان کاتی ارمیان دعوت نکرد که بیو ما رشد کنیم پرابلم های شما را وای برو مدستا یودی فقط پول طلب میکنه در یک افیرش 10,000 20,000 для студия салатих сердцов чум чи همین مردم خوش میکنه مکای شوکت جان که دعوت کنین که در برنامه‌های وای اشتراک نکنن برای مرتبه برآمد کردم گفتم که مقصد اگر شما میخواهید که پرابلم‌های ما حل شوند یاردم چین میرنبی شریف‌زاده را و اورازبک یاردم چین کانال یوتیوبی کشویان مرحمت خود چون ما مردم تاجیکستان ما باید خودمون پرابلم‌های خودمون حل کنیم نه اینکه او خاله مریم بی همین قدر هنر دارد که واتساپ زنگ بزند گپ بزند ولی یگان مراتب نتوانسته است چندین مراتب چی کردیم نتوانسته است که توسط استریمیات وارد شود گپ زند اون نمیتواند او کامپیوتر 86 ساله است وای مرا ما همین پیشنهاد کردم هوایودا وای مرا پاسرد نگفت ما چیپا ما ای مخالفو ما گفتم که هستن مردم تاجیکی و تاجیکستانی هستن که برزد رحمانوف ادوش ایسکرنی مبارزه بردستان گروه 24 پیمانی ملی حزب نهضت دیگه و دیگرها هستن مقصد همین ادوشی برای مردم تاجیکستان زده استان وای مرا گفت که تو پاسرد نکی نمیچی همین سرای ما دیلم رنج دایم ما گفتم اونجا باید بسیار برآمده شما برآمد میکنه برای ما گفتم که اکتور اکادون التیمات یا برنامه علایده کنه نسبت همو مردم الکسی کازاک نسبت همو برآمدش چی گفتن اکاجان بسیار خوب حالا میبینیم زنده باشید عبدالله چیزی گفتنی بدین تشکر برادر عزیز
بله زایت تلفن میبره اکا جان گپ ما بگم. مقصد که مردم تاجیکستان همه آزادی در دست خودمونه. هیچ که نمی آزاد مونه میکنه دستی قاتل ای دستی ظالم هیچ که آزاد مونه میکنه با امو هیچ که هم نکنیم. مقصد که همه را خانه خودش وطن خودش برادر مردم تاجیک والله قسم در سیاست بدم خودم میدونم یگان تاکتیک جنگی را نمیتونن نترسین مردم درست همین دو خشکستگی که گفتیم با کوچاکی بگیریم که قاتل امام علی که دو مردم علاوه چشم مردم گرفتگی است وقت قسم در خدمت بدم که در همین افتما در دستم بود سن نمی افشارش میگفتن خالی ظلم کرد سن هم کردنش میریدن این مردم همین بدبخت نمی کلاغاز فرمان میته میبره میکشه بو فرمان میته لبو جمعه بره خدمت میبره هوا چه هسته. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. بعد مردم بدخشان مقصد معالجگی نکنین بای گپ خالی استفا این مالتر ای چینه مالتر با او گفتم که سیلومیچین یا نس میکنه مالتر وطن فروشه سیلومیچین سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید در برنامه‌های دیگر هم فعال باشید. تشکر زیاد به شما. زنگ واتساپی بفرمایید. سلام آقای شرفت جون. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. یک چیز رو باید اعتراف کرد که امام رحمان مثل است بندر اگر خونده باشید همون زلطای تیلیون کرد یا که وینت ستولی فیست یا کینو است همه رو فریب کرد حزب نهضت. برادر به نزدیکی من یک مصاحبه داشتم با رهبر پیمان ملی تاجیکستان با محیدین کبیری. من گفتم که همین امام علی رحمانوف تونسته ایستاده است از اودش برآمده ایستاده است و این مخالفین هستند که نتوانسته ایستاده اند. بعد در جواب من همین سوال به همه رهبر حزب دادنی بودم دیگر چی نشد. حالا همه مصاحبه ما در چی هست برادر عزیز؟ در مصاحبه من با موحدی کبیری و علیم شیرزمانوف در شبکه یوتیوبی پیام تیوی هست. در همین یوتیوبی که حالا تماشا کرده ایستاده در همین شبکه یوتیوبی مصاحبه من به نزدیکی شدگی با علیم شیرزمانوف و محیدین کبیری هست. شما میتونید تماشا کنید. در اونجا این سوال رو من دادگی هستم که چرا حالا یک دقیقه برادر عزیز چرا امام علی رحمانوف توانسته ایستاده است همه را سرسام کرده ایستاده است سرگردان کرده ایستاده است این مخالفین هستند که نتوانسته ایستادن. کوتاه جواب دادن گفتن که نامردی رو همه میتواند. فهمیدید؟ نامردی کردن آسان است. با گفتی و قول امام علی رحمان این زیرکی سیاسی. بله یعنی نامرد باشم زنده باشم خسرو بچه‌ش رو شوندگی هستید همین خیلی است. میدونم. بعد این سوال که آیا همه نهضتی ها دمو پورا و چیزا داده شدن قفای پول مال شدن با گفتی اما جناب بی خودشون یک وقت همه خیلی بود که چی با در تاجیکستان بودن همه تو این روز آورده خودشون رسوندن که ایده وطن بیرون شدن. برادر عزیز سالو 18 سال باز من نهضتیم 18 سال شد نهضتیم از سال 2004 برادر نه پول گفتم نه مال گفتم نه خانه گفتم نه جا گفتم همیشه دویده گشتم. از همون زمانی که عقلم رسید به این خلاصه آمدم که با این حکومتی ناعهده‌برا با این حکومتی ظالم نمی شود با این حکومتی احمق که در رأسش چند کودن ایستاده اند نمی شود. از همان روز
من به خلاص آمدم که خونم، جا هم، پول هم، مال هم برای من چی میتید وقتی که من سرم خم باشد، دستم پیش بر باشد، فقط از زبانم خوش آمد بیاید، فقط از زبان من حمد و ثنا به یک نفر ظالم بیاید، دیگه گپ زدن نتوانم. برای من چی است؟ من فرزندم رو آزاد تربیه کرده نتوانم، یک فرزند تربیه کرده نتوانم که او آزاد حرفش رو گفته تواند، باز از من غلام بروید، باز من غلام تربیه کنم. من چیکار میکنم؟ این حیات، این زندگیه. انا برای همین برادر عزیز رنگ من ده ها لحظاتی در همین حالت بود. درست است من برادر عزیز تا این حد 18 سال در نهضت بودم و تو همین 5-6 سال اخیر من ندیده بودم این ایده از نهضتی خوی دنیا جمع کن، کتش خوی 4-5 اتج دار، بیزنسمن خوی کلان، فلان هزار تا گاو و گوساله داری، خیلی هاش ندیده بودم. در کلمم گنجونده نمیتونستم که حرکتی که من در اون هستم و فعالیت برده ایستادم در برابر من بعضی از دوستانم به این کارها آواره هستند، پروای پیشرفت کشور و پروای در این حالت ماندن کشور رو ندارن، فقط همون آواره شکم سیر و پیشرفت اولیوی خودشان هستند. اینها همین هست. جامعه برادر عزیز از این گونه انسان ها خالی نیستند. همین امام علی رحمان هم خطاگی بزرگش همین است که در جغرافیاش یا که در فهمشش برای پیشرفت بغیر از اویله خودش دیگه از این زیاد بیرون دیده نمیتونه، یا که حالا رفته بغیر از دنغره دیگه جای دیده نتوانسته ایستاده است. حتی کولاب بسیار مثال گریم خراب شده ایستاده است. حالا انسان های هم هستند که بغیر از همین اطراف خودشان، گرد اطراف خودشان، همین پیشرفت خودشان یگان چی رو دیده نمیتونن، از این بیرون رو دیده نمیتونن. این گونه برادر، این گونه بودن انسان ها در نهضت دلیل اون بوده نمیتوند که همه نهضتی ها 40,000 نهضتی همین خیل بود. نه من همه نهضتی رو در نظر ندارم و همه وابشم значит نمیشد که یگان سیاستی خیلی که همون سیاستی خیرتمندانه میگه جناب خیلی که گفتن درست نیست. یعنی امام علی انا نمیتونم که یگان همون کلان و قطعی مسئولیت همون سیاست زیرکی سیاسی دیگر تشکیل کنن، یگان طرف دیگه مسئله را بینن. یعنی گفتگوزاری بسیار هر روز ای پیام، ای محمد اقبال میفهمیم، ای محمد کبیری میفهمیم، همش همون وابشیم گاو زدن، یگان استراتژی نو تشکیل کردن نمیتونن. برادر عزیز، این یک مبارزه هست که برادر عزیز، این یک مبارزه هست که طرف مقابل تو رو میآموزه، تو طرف مقابل رو میآموزی، برای طرف مقابل یک نقشه میکشی که تا وقتی این نقشه رو پیاده کردن مهلتش بود میشود، نیاز پیدا میشود نقشه های دیگر رو به میان بیاوری. برای همین سیاست این چیز نیست که تو یک مثلا یک پخته چینی نیست که با او پلان باندی فلان کیلو یا فلان تونه پخته چیدن در کارگویی، فلان تونه پخته چینی. سیاست این است که تو در میدان جنگ هستی یا میکشی یا میکشندت، مثل همین است. هر شب روز حالت همین است تا نهایت آن که تو غلبه به دست میبیاری. اینات رو میبرد زندان میکند و ید رو میبیارد میکشد، اینات رو سربگریز میکند و ید رو اوگوریت میکند که دیگه فروخته شود، از بین مخالفین مثلا میبیاد گپ زنان میکند، مخشویی میکند و این خیلی حالت ها شده گذشته رفتن میگیرد
حالا ببینید برادر عزیز به جای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مثلا گریم حاضر وجود دارد، به جای این هر حزب دیگری می بود دونیم نابود شده می رفت. حاضر یکی از نشانه های قدرتی، حالا ببینید برادر عزیز، یکی از نشانه های قدرتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همین است که با وجود آن که ایدئولوژیش در زمان حاضره دستگیری ندارد، مثلا گریم در تمام جهان حاضر همین که اساساً به سوی دنیویت رفتگی هستن، هرچند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که ما هم کشور دنیوی میخواهیم، ما هم کشور دموکراتی میخواهیم، اینوای همین یک نامش این که اسلامی است یعنی یگان پشتیبان ندارد در گرد اطرافش، مثل امام علی رحمان یگان خارجی ندارد. حتی همین کشورهای مسلمانی هم یگان پشتیبانی نمیکنند. انا برای در همین شرایط برادر عزیز حتی بودن، موندن و از خود درک دادن این خیلی مشکل است. اما امید داشته باشید و باور داشته باشید که برادر عزیز همین ایستادگری باید ما اطمینان کامل داشته باشیم که همین ایستادگری و مستحکم استوار بودن در ایده خود، در پرینسیپ های خود انشالله به غالبیت میبرد، به پیروزی میبرد. یک دقیقه دیگه گام میزنم، بسیار گام میزنم. خواهش میکنم وقتی برنامه تمام شدگی است خواهش میکنم زودتر تمام کنید. یک نفر سوال آخرین سوال انا همین پشتی ملت تاجیک مهاجر رو اما یا همه چی دارن به قول روسو ندیجده همه محیدین کبیری گفته همه ششتین نگاه دارن، همه همه правительство تاجیکستان همه پرداژنی هم نمیشود که درونی همونو یکون پرووکاسیا تشکیل کرده یک کار تشکیل کنن بروران خیلی نیست کنن خیزیم رویم تاجیکستان بس بودگیست که 30 سال چی دهمه دولت های هر جا گشتن من به جای جواب برادر عزیز به جای جواب از شما یک چیز دعوت دارم، بیایید به صفی ما پیوندید. حتما اینجا برادر عزیز بیایید همراه کار کنیم. اینجا یک چیز هست برادر عزیز، وقتی که در داخلی کار میشوید مسئولیت حس کردن، احساس مسئولیت در شما تمپراتورش بلند میشود، یعنی چیش بلند میشود و بسیار از ایده هایی که شما در سر میپروردید، بسیار چیزهایی که میخواستید همون شود و نشده ایستاده است، شما میبینید که میفهمید که در حالت اون که شما هیچ مسئولیت ندارید، هیچ مسئولیت درک نمیکنید، اون چیزها رو میگویید و وقتی که داخلی مبارزه میشوید هم بسیار چیزها به شما روشن میشود، عمیق میشود که بعضی از فکرهایی که شما میکردید واقعا مسئولیت طلب میکرده است. انا برای همین ژورنالیست میبراید گپ خودش رو گفتم میگیرد، چند سیاستمداری که در اطرافش دو تا آدم جمع کردن نمیتوند گپش رو گفتم میگیرد، این کردن در کار، وای کردن در کار، اون کردن در کار، این کردن در کار، در حالی که در اطرافش دو تا آدم جمع کرده همصدا شده نمیتوند. برای چی این خیلی است؟ برای این خیلی است که او گپایی که او میگوید این خیلی کردن در کار است، امام علی رحمان چپ کردن در کار است و هوکازو کردن در کار است، گپای موندن در کار، عمل به گذاشتن در کار، پگیروز خسته رفتن در کار تاجیکستان و هوکازوها، این گپا رو میگوید. این گپا یکانتش مسئولیت ندارد. برای همین میگوید اگر به کلش مسئولیت که افتاد، مسئولیت که احساس کرد، گپایش رو به ترازو میموند، بعد گپ میزند که عاقبت و نهایت این گپ هم چی میشود، چون او مسئولیت دارد از عاقبت گپش. وقتی که از عاقبت گپ مسئولیت نیست، تو هر چی خواهی گفتن میگیری، برای اینکه تو هیچ مسئولیت نداری. انا برای همین من خواهش میکنم از همه این دوستان، از همه مبارزان که
وقتی میبینید که یا که فکر میکنید که انا همین مبارزان یا انا همین مخالفان باید این کار را میکردن و نکرده ایستادن، بیایید به ما یاد دهید و بیایید با هم همین ایده های شما را بررسی کنیم و پیاده کنیم. و در حالت در علاقه باشید که ما همه ایده‌هامون کم کم راست کنیم. تشکر به شما برادر عزیز. من در یک روز 24 ساعت در علاقه هستم. فقط یک خواهش دارم، تقریبا حالا ایمو را از بین بردم چون که در ایمو هم 15,000 نفر ابننت بود، 15,000 نفر کانتکت داشتم. ایمو بسیار یک چیزی بد بوده است که همین زنگ زد از همه رو به بر اومده میگیرد، هیچ کار کرده نمیتونه، همه ادکوری چی میشه، فقط ایمو خودش میموند. همین خیلی بعد ایمو رو از بین بردم، با وجود اینکه 15,000 نفر کانتکت داشتم ایمو رو از بین بردم. بسیار کارهای رو اجرا کردن میشد لیکن به کارهای من خلل رسوند. همین واتساپ من شما یگان پیشنهاد دارید، نه فقط به شما، حاضر یک دقیقه، نه فقط به شما، مراجعت من به تمام همه تماشابینان شبکه یوتیوبی پیام تیوی، تماشابینان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی، شبکه تلویزیونی ماهواره پیام تیوی، از یکایی که شما خواهش من این است که یگان پیشنهاد برآمد، یگان چیز فکر کردید، در حال زنگ نزنید. خواهش میکنم شما نویسید، بیاید یک وقت خالی را با هم مصلحت کنیم، زنگ بزنیم با هم، لازم شود من خودم زنگ بزنم، صحبت میکنیم. گازنی سلامت باشید. یگان یکم برگاز خط شما گام میزنیم خیلی افیر چند تا احساساتی همشیدگیم احساساتی نشوید، هیچ گام نیست برادر عزیز. بهترین پیشنهادهای شما واقعا درد جامعه هستند، واقعا این پیشنهادها باید از هر یک نفر ملت شود. تشکر به شما برادر عزیز، سلامت باشید. من یک نفر که ها باز پایده ایستادن برادر عزیز، همون نفر را قبول میکنم و با همین برنامه رو به آخر میرسونم. زنده باشید، در پناه خدا باشید. دو نفر شدن، خیر مالش بسیار خوب. یوسف بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا جان درباره همین لباس مکتبی یک دو سخن میگفتین، برای که خلق مجبور کسان که از مخصوص جا هسته اینجا خریداری کنید در بازار ارزان، در جایی که آنها میگن نرخ به حد. صداتون پس برادر عزیز. درباره لباس مکتبی سخن میگفتید اکا جان. من سخن کنم؟ بله، برای خلق مجبور کسان مخصوص جا بخرید در جایی که آنها میگن به حد نرخ قیمت در بازار ارزان. بسیار خوب برادر عزیز، مالش منم گفت شما رو اجرا میکنم. برادران عزیز، خودی همین روز ما در پیام تیوی در خبر روز خبر دادیم که در شهر دوشنبه طبق فرمان رئیس جمهور شهر دوشنبه، طبق فرمان رئیس شهر دوشنبه امام علی رستم امام علی شده است. مردم وظیفه دار شدند که از یارمارکه ها رفته سر و لباس رو خرند و چکش رو آوردن به مکتب نشان دهند که واقعا لباس رو از کجا خریدن؟ از یارمارکه خریدن، از یارمارکه رستم امام علی تشکیل کردگی. اگر از یارمارکه رستم امام علی تشکیل کردگی لباس رو نخریدگی باشند، اگر اون لباس خریدگیشون حساب نباید از نو سر لباس خرن. ما خبر کرده بودیم، خبر رو میخونم از نو. والدان خوانندگان مؤسسه های تعلیمی پایتخت کشور شهر دوشنبه از نرخ و نوای قیمت لباس مکتبی در یارمارکه ها شکایت کرده، گفتند که بنابر در مؤسسه های تعلیمی طلب نمودن چک لباس های خریده شده مکتبی از یارمارکه ها، مجبورند که لباس ها را از یارمارکه خریداری کنند. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه شروع از 1
از 1 تا 31 августи соли равон ҳамарӯза аз соати 9 تا соати 19 дар чанде аз нуқтаҳои савдо ва хидматрасонии шаҳри Душанбе ярмаркаи фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ баргузор мешудааст. дар ин бора шӯъбаи иттилоотии шаҳрдорӣ иттилоъ додагааст, маълумот додагӣ. акун ҳадаф аз ярмарка таъсиси ярмарка дастрасии аҳолӣ ба либос ва лавозимоти мактабӣ гуфтагааст. аммо охир ба ту фарқаш чи мардум мерад аз ярмарка мехарад, мардум аз бозор мехарад, мардум аз магазинҳои бренд мехарад сари либоса. ба ту чӣ? бубинед, ман дар кишвари аврупо зиндагӣ мекунам, дар австрия. ҳамин на дар муаллим, на дар талаба, дар ягон кас либоси ягонаи мактабӣ вуҷуд надорад. ин як. дуюм, либос дуруст тоза аст, аммо ҳамин либосҳоро мебинед, ҳамин шаҳрвандои аврупо, инҳо агар либос харам гӯянд, мераванд мехаранд қабат ба қабат. лекин мебинӣ ҳамин гиребунҳои футболкаҳо овезон шудагӣ, ҳамин футболкаҳо кайҳо чихош мурда рафтаган, ҳамин овезон шудагӣ фақат ҳамин тоза аст. ягон кас ба ягон кас айб намекунад. дар по красовка ҳастми, чӣ ҳастми, ҳамин рафт мактаб, аз мактаб баромада рафта истодааст. мебинӣ ягон кас либоси мактабӣ надорад. ман дар Туркия ҳам будам. фарзандони ман дар Туркия ҳам таҳсил кардагӣ ҳастанд. ҳоло инҷо агар забони немисиро балад шаванд, забони немисиро омӯзанд, 4 ё 5 забон мешавад ки онҳо бо ин забонҳо ҳарф мезананд. дар ҳамин Туркия ҳам вақте ки фарзандонро ба мактаб супоридем, гуфтанд ки як суроға навишта доданд, гуфтанд ки ҳамонҷо равед либос интихоб кунед ва ба фарзандонатон либос интихоб кунед. акун дар тасаввури ман шиму, костюму, куртаю, галстуку амихели меравем, як футболка, ба духтарҳо доман, яъне юбка, ба писарҳо як шим. тамом. барои он онҷоро навишта доданд ки дар онҷо ба ҳамин сари синаи ҷои сари синаи футболка номи мактабро менависанд. яъне медузанд, номи мактабро бо ришта медузанд. дар ҳаминҷо аллакай навиштагӣ аст ки мактаби фалон. ҳамин футболка тамом, як шим, духтарҳо як доман, тамом. дигар ҳеҷ чӣ нест. ҳамин қадар сари либос, мактаб гарм, баҳору зимистон ӯ сари либос мешавад. аз болояш дар зимистон хуни хӯрди, ҳар чӣ хоҳӣ пӯшида рафтан мегирӣ. ба илм аҳамият метавад. нигоҳ кунед, яке аз сабаб, ба фикри ман, яке аз сабабҳои ақибмонии Тоҷикистон дар илми маърифат ана ҳамин талаботи шими, костюми, галстук то ҳамин гардана бастан аст. ҳой, барои омӯзиши илм, барои фаҳмидани илм, барои он ки маълум чӣ гуфта истодааст, як кам талаба як худашро озод эҳсос карданаш дар кор, як озод нишаста тавонистанаш дар кор, ҳамин хел карда галстук бастагӣ, костюм пӯшидагӣ, курта то ҳамин охирин тугмаш андохтагӣ, ин чӣ гап аст? ин як сари либос як спортив мебошад ки талаба худашро озод ҳис кунад, қимат набошад, пули бисёр талаб накунад аз вай, ки ба ҷои ӯ пулои зиёдатие ки ба шими, костюми, ба галстуки, ба ин чӣ дарди балоҳо сарф мекунад, китоб харад, дафтар харад, қалам харад, ана пешрафт мехоҳед. яъне шумо намехоҳед ҳамин гаранг таранг ҳамин хел сараш задагӣ талаба бояд то охири дарс 5 соат ҳамин бо шими костюм бишинад. ин шумо тасаввур карда метавонед? худи ҳамин муаллиме ки галстук задагӣ, ҳамин шими костюм пӯшидагӣ ба мактаб рафтааст, шумо тасаввур кунед 6 соату 7 соат ӯ одама дар ҳамин ҳолат нигоҳ медоред. чӣ гап аст худаш? бу гуфтан махсус чек мебёрӣ. саломат бошед бародарони азиз, хоҳарони гиромӣ, ҳамватанони гиромӣ. ташаккур мекунам ба якое ки шумо ки бо мо будед, дар барнома ширкат кардед.
سخنرانی کردید، هرچند مخالفی عقیده و اندیشه های ما بود. به یکی شما تشکر میکنم. با شما بودم شوکت محمد در برنامه دیدگاه. تا برنامه های دیگر یکی شما رو به الله می سپارم. برنامه های دیگری ما رو پیگیری کنید لطفاً. حالا ما به نزدیکی تا هفته های آینده نصیب باشد رادیوی پیام رو فعال میکنیم. حالا در حالت سنجش قرار دارد. شبکه ماهواره پیام تیوی حالا فعال است، در ماهواره یوتل 107B فعال است. خواهش میکنم اون رو پیدا کنید. پیدا کردنش یگان مشکل ندارد. اگر در تاجیکستان هستید برابر خریدن یک LAB یا همون گلافکه و نصب کردن شبکه ماهواره پیام تیوی شما الکی از ترافیک یوتیوب خلاص میشوید، از صفت پست اینترنت خلاص میشوید که شما رو نمیموند ویدیو تماشا کنید. تمام برنامه های ما رو تماشا کردن میگیرید. یگان مبلغ لازم نیست، اینترنت خریدن لازم نیست، ترافیک خریدن لازم نیست. همین یک LAB رو یک بار میخرید تمام به چند سالتون میرسد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با همین برنامه امروزه ما به پایان خود رسید. یکی شما را به الله می سپارم. تا برنامه های دیگر خداحافظ. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.